به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. السلام علیکم تماشابینان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه دیدگاه که هر هفته روز پنجشنبه صدا میداد و روز دوشنبه روز یکشنبه فردای تاجیکستان بود. ما امروز تصمیم گرفتیم بخشیده به روز سرقانونی تاجیکستان که 6 نوامبر جشن گرفته می شود هم برنامه تحلیلی دیدگاه و هم برنامه فردای تاجیکستان رو با حضور یکایک شما آنلاینی یک جای برگزار کنیم. دیگرگونی برنامه امروزه ما در آن است که با سبب بیماری چند وقت و چند روز هاست که نتوانستیم در حضور شما باشیم و در خدمت شما باشیم و اینک شکر پروردگار کریم منان که یک کمی باشد هم به ما صحتی داد و این صحتمندی را غنیمت دانسته در حال خواستیم که در خدمت شما باشیم. همین شکر پروردگار که واقعا سلامتی را به هر یک بنده اش نعمت داده است و این سلامتی واقعا یک نعمت بی‌بهای است که به قدرش تنها بیماران میرسند. هرگاه که بیمار شدی واقعا به قدر سلامتی میرسی، درک میکنی که سلامتی به نهایت یک نعمت است بی‌بها. بهایش را، نرخش را، قیمتش را کسی حساب کرده نمیتواند. و امروز گفتیم تماشابینان عزیز یکی از دیگر خصوصیت های برنامه امروزه ما این است که برنامه امروزه را با سبب سلامتی من با یک نفر شریکم گرفته میبرم تا طول چند دقیقه با شما خواهم بود. بعد از آن برادری عزیز گرامی ما محمد رجب شاهمی، یکی از روزنامه‌نگاران کشور که در آزادگان کار میکرد، در رسانه آزادگان کار میکرد و حالا در پناهندگی در یک کشورهای اروپا قرار دارد. انشاءالله به ما کمک خواهد کرد. امروز تماشابینان عزیز ما درباره گفتیم که سرقانون گپ بزنیم. رئیس جمهور تاجیکستان اگر به سخنرانیش، به پیام تبریکاتیش بخشیده به روز کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان اهمیت داده باشید، گفت که قبول کنستیتوسی تاجیکستان که در راه بنیاد و رشد دولت نوین تاجیکان نقش سرنوشت ساز دارد، یکی از دستاوردهای بزرگ دوران استقلال می باشد. در پیام تبریکاتیش امام علی رحمان تاکید کرد که تغییر و علاوه هایی که با در نظر داشت تحولات و دیگرگونی های حیات جامعه با راه رایپرسی عمومی خلقی به کنستیتوسی وارد گردیدند، ساختار، مضمون محتوا و معیارهای این سند مهم را تکمیل داده برای باز هم توسعه بخشیدن به روندهای دموکراتیک کنانی حیات جامعه، تحکیم اساسهای کنستیتوسیونی حاکمیت دولتی، تکمیل نظام قانونگذاری کشور و به سندهای از جانب عموم پذیرفته شده مطابق گردانیدن معیارهای کنستیتوسیونی مساعدت کردند. در رفت پیام تبریکاتیش امام علی رحمان گفت که کنستیتوسی ما با رأی، یعنی با خواهش خود مردم تاجیکستان قبول کرده شد. چگونه با خواهش خود مردم تاجیکستان قبول کرده شد؟ حالا در رفت برنامه انشاءالله صحبت میکنیم. امام علی رحمان در رفت همین پیام تبریکاتیش بخشیده به روز سرقانونی تاجیکستان، روز کنستیتوسی تاجیکستان، خاطر رسان کرد که یکی از سبب‌های اساسی سرزدن رویدادهای فاجعه بار سال‌های 99 عصر گذشته در تاجیکستان هم همین دغلانه پایمال شدن سرقانونی تاجیکستان بود و قانون‌های همان دور بود. امام علی رحمان گفت که تاجیکستان به همین خاطر به مسئله رعایت دقیق معیار مقررات کنستیتوسی و قانون‌های عمل کننده
اهمیت جدی میدهد. گپ‌های این رئیس جمهور است. با دقت گوش کنید که ما در رفت برنامه همین گپ‌ها را مورد بررسی قرار میدیم. امام علی رحمان گفت که ما باید به کنستیتوسیون همچون سند مقدس و برنامه اساسی فعالیت دولت و زندگی جامعه مناسبت کنیم. گوش کنید. آموختن، دانستن، احترام گذاشتن و رعایت نمودن کنستیتوسیون، این سند سرنوشت ساز وظیفه هر یک شهروند کشور از خرد تا بزرگ می باشد. بسیار خوب. این حرف های امام علی رحمان است. ما هم در برنامه امروزه تصمیم گرفتیم به همین مسئله پردازیم که به سرقانون در تاجیکستان تا کجا ارج و احترام گذاشته می شود و سطح احترام خود امام علی رحمان به سرقانون کشور که دست روی آن گذاشته قسم یاد کرده است در کدام سطح است. بله تماشابینان عزیز، حالا ببینیم سرقانون تاجیکستان همگی 27 سال پیش قبول شده است، سال 1994. اما بارها مورد تجاوز قرار گرفته است. تجاوز گفتم شاید این کلمه دغل باشد، ولی واقعا تجاوز مورد تجاوز قرار گرفته است سرقانون جمهوری تاجیکستان. تجاوز یعنی چی؟ بارها بدون هیچ یک رأی مردم، بدون هیچ یک خواهش مردم، محض به خاطر در حکومت ماندن یا که محض به خاطر بقای امام علی رحمان در کرسی رئیس جمهوری و دفاع اهل عائله‌اش از پیگرد قانونی، یعنی محافظت اهل عائله‌اش از پیگرد جنایی، از تعقیب جنایت، سرقانون چند بار دیگر شده است. یعنی به سرقانون تغییرات الهه ها وارد شده است. یعنی چگونه هر وقت اینها یک کمی جان گرفتند، برای دوباره باز هم جان گرفتنشان، تحکیم قدرتشان ضرور پیش می آید که سرقانون دیگر شود. اگر سرقانون دیگر نشود اینها تمام الله اکبر رفتنشان در کار. وقتی که رفتن از قدرت، چند جنایت های صادر کرده که هستند که بعد از قدرت رفتنشان اینها را قانون تعقیب میکند. برای همین باید هم در قدرت بمانند و باید هم اینها را قانون تعقیب نکند، بلکه اینها باید قانون را تعقیب کنند. همین طور ببینید انا همین بیشترین همین تغییرات هایی که با ابتکار حکومت انیقتر از امام علی رحمان وارد شده است، موقع رئیس جمهور یعنی امام علی رحمان را در قدرت استوارتر کردگی است. یعنی ریشش مستحکم کردگی است. ریشه رئیس جمهور به اهل اولادش در قدرت، یعنی در موندنش در قدرت. بله ببینید، اما اینجا رئیس جمهور چی میگه؟ میگه که ما با راهی گذرانیدن اصلاحات کنستیتوسیونی تا امروز در سمت‌های حفظ استقلالیت دولتی، دموکراتیک کنانی حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، حقوقی و فرهنگی، تحکیم و تقویت نظام دولتداری ملی و ارکان بنیادی آن به دستاوردهای بسا ارزشمند تاریخی نائل شده. این دستاوردهای بسا ارزشمند تاریخی چی باشد؟ این را از خود امام علی رحمان میپرسیم کی وقتش آید یک نامبر کند، یک دو سه تا که این دستاوردهای مهم تاریخی
چی باشند که ملت ندیده است دستاوردهای مهم تاریخی را در این 30 سال استقلالیت 29 سالش تقریبا همین امامعلی رحمان را ملت دیده آماده شده است. حالا ببینید به این اهمیت سرقانون تاجیکستان بعد از 2 سال استقلالیت تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شد. سال 1994 قبول شد. این کی بود؟ دوران جنگ شهروندی. دود جنگ شهروندی به فلک بود. ما سرقانون قبول کردیم. زیاده از 1 میلیون نفر گریزه بودن. زیاده از 1 میلیون نفر، خب 5-6 میلیون اهالی داشتیم. زیاده از 1 میلیون نفر گریزه بود. با کی سرقانون قبول کردگی؟ اکثریت کس شرایط رفتن در همه کشور، در همون زمان در ولایت کولاب، همون زمان در ولایت ختلان، در بدخشان، در خود شهر دوشنبه، در این جایها رفتن به سر قطعی امکان نداشت. در اکثر منطقه ها، در اکثر نواحی تابع جمهوری شرایط وجود نداشت. چگونه این رای پرسی عمومی خلقی گذرانده شدگی؟ شاید همین جای تنجتر و کمتر موافق برای گذراندن رای پرسی این ولایت سوغد بود. در دیگر منطقه های تاجیکستان دود جنگ به آسمان بود. در همین حالت رای پرسی عمومی خلقی گذرانده شدگی و چی شدگی؟ رئیس جمهور امامعلی رحمان رئیس شورای عالی بود، رئیس جمهور شد، پرزیدنت تاجیکستان شد. دقت دادید؟ رئیس شورای عالی بود، یعنی منصب نوبر قرار شد، یعنی رئیس جمهور یعنی رئیس شورای عالی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شد، یعنی پرزیدنت تاجیکستان شد، مقام پرزیدنتی داده شد. اکنون سازمان های بین المللی این یعنی رای پرسی عمومی خلقی رو قبول نکردن. شفاف غیر دموکراتیک گفتن. ببینید رسانه ها رو کاف کنید، ببینید، بخونید. اینجا در این باره ایستاده نمیگذاریم. درباره شفاف بود یا نبود در این باره انتخابات های رای پرسی هایی که برای دیگر کرده یا تغییرات علاوه در آوردن به سرقانون جمهوری تاجیکستان این رای پرسی ها شفاف بودن یا نبودن بیاید بحث نکنیم. هممون میدونیم که چی گپ بوده چی کار بود. فقط بیاید ببینیم که در اینجا چی کارها، مقصد چی است از دیگر کردن سرقانون ها، بندهای سرقانون و در آوردن تغییر علاوه ها به سرقانون مقصد چی بود؟ انا که ببینید بار اول همگی بعد 5 سال قبول شدنش، سال 1994 قبول شد بعد 5 سال 1999 با رای پرسی شد، با کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان باز تغییر علاوه در اومد. این تغییر علاوه چی بود؟ این وقت امامعلی رحمان که دیگر حق پیشبری شدن به منصب رئیس جمهوری رو نداشت، حق پیدا کرد. چخیل یعنی دو دوره باید 5 سالی پرزیدنت میشد. گفتن که نه، یک دوره 7 سال شود بس است. نه، سال 1999 گفتن که یک دوره رئیس جمهور 7 سال رئیس جمهور می شود بس است. همون 5 سالیش حالا اقلا یک بار در عمل سنجیده ندیده. حالا رئیس جمهور گفته شده است که وابسته به حیات یعنی طلبات حیاتی جامعه سرقانون مثلا گریم به سرقانون تغییرات علاوه در آورده شد. اما سرقانون تاجیکستان چخیل سرقانون با تو قانون میلیون ها دلار پول صرف کرده رای دهی میگذرانند، رای پرسی میگذرانند.
اما یک تغییر ایلوه که به سرقانون وارد شده است یک بار در حیات جامعه تجربه نگذارونده همون تغییری که قبول شده است با دیگر بکنن. اکنون این دفعه چه خیلی می شود؟ یک دوره. اکنون سال 2003 باز نیاز پیدا می شود تغییر ایلوه به قانون وارد کرده شود. به قانون، به سرقانون، به کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان باز سال 2003 تغییر ایلوه می‌داره. تغییر ایلوه چی خیل؟ یک دوره پرزیدنتی 7 ساله به 2 دوره عوض می شود. اگر به 2 دوره عوض نشود رئیس جمهور ادا تمام دوره رئیس جمهوریش ادا تمام شده ایستاده است، این باید برود. نه یک دوره دی باز قانون رو دیگر میکنن 2 دوره میگویند، یعنی 2 بار 7 سالی رئیس جمهور میشود. 7 سالی با 14 سال ملت علامین روی سرخی امام رحمان رو با 14 سال دیگر تماشا کنیم. حالا در همین وقتی که همین قانون قبول شد این نفران نه زیاد بودن که حتی همین زیاییان حتی در حکومت کار میکردگی ها وزیران به این باور بودن که همین 14 سال دیگه به این حق دهیم انشالله شکمش سر میشود، چشمش سر میشود، میرود. این در این تو انتخاباتی سال 2003 ببخشید سال 2003 7 ساله 2 بار شد می تو انتخاباتی ریاست جمهوری 3 سال دیگر مونده بود. اگر همین قانون قبول نمیشد امام رحمان در انتخابات من بعد پرزیدنتی اجرا کرده نمیتونست. همین تغییر ایلوه وارد شد، این حقدار شد که باز در انتخابات همچون نامزد به منصب پرزیدنتی اشتراک کند. بله باز اشتراک کند. شرم نه، حیا نه، هیچی نیست. اقلا نمیگه اوی ملت خیر خدمت باشد خدمت کردیم، حالا من تنتک نکنید نمیگود حالا بخوبت پیش میره دالی. باز انا کنون وقتی که این دوره 14 سال با همین بدیم بعد از این قانون قبول شدن 14 سال دیگر تمام شده ایستاده بود که اکنون گفته ایستاده بودیم که از این جنابشان خلاص میشویم. انکو شاید چشمشان سر شده باشد، انکو شاید به نفقه برویندو، یعنی به همین گفت روزها ترجست نه به همین چی گوشل کنیم که نه باز هم ضرورت به قانون سرقانون جمهوری تاجیکستان تغییرات علاوه در آوردن ها پیش اومد. اکنون چه خیر خوش ماه می سال 2016 قانون اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت قبول شد. اکنون در اینجا چی شد؟ امام رحمان حق پیدا کرد که به محدودیت، یعنی تا مردنش در انتخابات های ریاست جمهوری همچون نامزد شرکت کند و تا مردنش پرزیدنت باشد. فهمده ایستادید؟ تربوز بغل ملت ریخت و رفت. گفتن ها نه من اکنون خلاص میشیم. گفته ایستاده بودیم که با اینها داشتن همین خیلی زپس در همین کیسه های چپشان قانون های روز کردگی، قاعده های تاکتیک های روز کردگی برآوردن، قانون کردن. اکنون ما تا مردن امام رحمان همین روی سب سرخشه تماشا کرده میگردیم. حالا اکنون فقط خودش نه با خیلی چی کرده موندگی هستن. گفتی روزها استرخافکه کرده موندگی. استرخافکه چی خیلی مبادای
گفتی ازبک ها جان برده قضا بار، نوادا مرده مونه، رستم جان هستن. برای رستم جان هم حق داده موندگی از روی قانون از 35 ساله به 30 ساله رئیس مجلس، عضو مجلس ملی شدن آوردن و او هم عضو مجلس ملی شد. فقط این نه، رئیس مجلس ملی کردن. رئیس مجلس ملی یعنی کی؟ یعنی نفری که طبق سرقانون در حالت کورنوشایی هم شدن رئیس جمهور، یا که به بیماری دچار شدن، یا اینکه او رو همچون یک شخص کورنوشایی هم دانسته شدنش، همچون پرزیدنت با جایش یک شخص بیگانه نه، پسرش، پسر جانکش رستم امامعلی در حال جایش رو میگیرد. کسی بیگانه نمیبیاید. انا تغییرات الوه ها به سر قانون محض به خاطر یک عائله. انا کنون باز طبق عنعنه قانون اساسگذاری صلح و وحدت ملی 5% بودجه، ببینید باندیتیزم، 5% بودجه این فوند رئیس جمهور است، به فوند رئیس جمهور گذرانده می شود و این 5% فوند رئیس جمهور که از حساب بودجه گذرانده می شود، کسی حق پرسیدن ندارد که این به کجا صرف می شود. من رئیس جمهور، من دولت دموکراتی شنیده شدید، رئیس جمهور حق نداره بپرسه که این پول به کجا صرف میکنه و رئیس جمهور هم وظیفه دار نیست که از روی قانون گزارش دهد رو به کی صرف کرده، به کجا صرف کرده، به کجا برد. 5% میگذارونه تمام. ملکه الیزابت در انگلستان همین طور است. یعنی ترادیسیون نه، میرود در پارلمان گزارش میتن، میگوید من خیلی دوله من بیشتر کنید. ملکه الیزابت دولش بیشتر میکنه. در تاجیکستان ما همین خیلی شد. انا کنون باز برزم این طبق همین قانون رئیس جمهور جنایت های پیشتر کردگیش، جنایت های میکردگیش به جوابگری کشیده نمی شود. نه فقط خودش، اهل عائله اش هم. فهمیده ایستاده تماشا بینون نیست. انا همین تغییر الوه ها به سرقانون تاجیکستان وارد شدگی هستند. از سال 1994 تا امروز 4 مراتبه وارد شده است که اساساً مضمون محتوای تغییر الوه وارد شدن تحکیم قدرت امامعلی رحمان تمام در منصب رئیس جمهوری. مگر همین تجاوز نیست؟ تجاوز از طرف یک نفر. وقتی که ما میگوییم که سرقانون کشور تجاوز شده است، این معنای آن را دارد که یک نفر ملت را تجاوز کرده ایستاده است. به خاطر خودش قانون به خاطر یک نفر، سرقانون به خاطر یک نفر. اکنون معیارهای معین کرده ای سرقانون که به خاطر دفاع حقوق بشر است، به خاطر دفاع حقوق شهروندان است، از حقوق شهروندان دم بزند، آیا رعایت می شود؟ کفالت آزادی های شهروندان رعایت می شود؟ آزادی رسانه ها رعایت می شود؟ آزادی وسایط اخبار عامه، آزادی بیان رعایت می شود؟ نمی شود. حقوق شهروندان رعایت می شود؟ نه فقط رعایت نمی شود بلکه پایمال می شود. هر کی طبق سرقانون، طبق قانونهای جمهوری تاجیکستان حقش را طلب میکند خائن است. هر کی طبق سرقانون حقش را طلب میکند خائن است. به نزدیکی گفت رئیس جمهور را شنیدید؟ با سیاست دولت کاردار نشوید. با سیاست دولت، با اصولهای دولت داری کاردار نشوید. سر کار نگیرید. سر کار گرفتید حتما طبق قانون جواب
جواب میدی و جوابگری کشته میشوی. چی گفته نگاه پسی؟ یک شهروند به سیاست کردار نشود، به دولتداری کردار نشود، شهروند شده چی میشود؟ شهروند شده چی میشود؟ یک نفره که به سیاست دولت کردار نشود، به خطاهای دولت اشاره نکند که شما خطا کرده ایستاده. این دولتی که من زندگی کرده ایستادم، من نمیخواهم که مسئولینش با این خطا رفتن گیرند، چون که با این خطا شما رفتن گیرید پیشوا میخوره. شما که پیشوا خوردید، شما حکومتدار هستید. حکومتدار که پیشوا خورد، ملت پیشوا میخورد، کشور پیشوا میخورد، حق گفتن ندارد. گفت خائن است. طبق قانونهای چی میگن، قانون جنگل امام علی رحمان تعقیب میشود. انا برای همین تماشابینان عزیز، حالا من مختصر اینجا درباره تجاوز سرقانون گفتم. حالا میخوام از شما عزیزان بشنوم که در این باره چی ها میدونید و چی ها گفتن میخواهید. اینجا برادر عزیز گرامی ما، برادر به فکرم محمد رجب شوهیمی هم باید وارد شوند و چند نفری که وارد شدگی هستند. امیدوارم شما گفتنی های دارید. حالا انتظاری را گوش بکنیم که در این باره چی میخواهند بگویند. انتظاری بفرمایید. مرا بعدی برادران نوبت تک کردیم دیرتر کرد. مالش ایندیه بوده انده مخرج ایندیه. کو بفرمایید. میکروفونتون را فعال کنید. الو، اشت بفرمایید. اشت میکروفونتون را فعال کنید، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شما عزیز را خواهش کردنیم لیکن این برنامه تو که میرد ما که به ضد این لاین میخیزیم. مقصدتان رو نفهمیدم برادر. مقصد من همین که این برنامه رفتن میگیره تو که این برنامه میرن میگم. یعنی همین روزه برنامه؟ نه بلکه شما یک هفته به یک بار برنامه میکنید، دو هفته به یک بار برنامه میکنید. آخه برادر آخه یک روز معین کنید یا گویم دیگر یکون تلگرام می واتساپ می پشتی پرده مثال کشوده آدم گروپ جمع کرده آخر خیتان نکو زدیدین تو که ما مواجر میگریم. فهمیدم. بسیار خوب برادر عزیز، درست است. شما پیشوا برادر عزیز، شما پیشوا، شما یک معلم، شما سردور نشویم ما مثال یک خودم هم هرگجه چی خیلی مثال ببینید من اشتها کتی هم شوخی نکردتان. حالا درباره انقلاب اشتها گپ زدن سر کردن. اشت که درباره انقلاب شاگردای طاهری عبدالجبار که درباره انقلاب گپ زدن سر کردن، دیگه عاقبت کار را به خیر کند ان شاء الله. برادر عزیز، تصمیم از شما مردم است. هر وقت شما مردم خستید، هر وقت شما مردم گفتید بس کن، امام علی رحمان همون روز بس میکند. همون روز مردم به این تصمیم آمد که بخیزد بگوید که اوی امام علی رحمان بس کن، امام علی رحمان بس میکند. تا آن روزی که مردم نخست نگفت که بس کن امام علی رحمان را، امام علی رحمان همیشه دوام داده رفتن بگیرد. و برادر عزیز، این صحبت های ما چگونه صحبت ها است؟ حالا ببینید در تاجیکستان چند تلویزیون، شبکه های تلویزیونی وجود دارد و مردم حرفی گفتن نمیدهند. ما در اینجا میخواهیم که مردم حرف گفتن که دارد بگوید، توسط این شبکه های اجتماعی به گوش حکومتداران ما برسد
و حکومتداران ما بدانند که بفهمند که کاسه صبر مردم لبریز شده ایستاده است و با این ظلم ناعدالتی دور نمیپایند، در نمیپایند. و این بشارت هم نه و این پیام مردم به حکومتداران است، این برنامه های ما. و دانسته باشد که برادر عزیز، رسانه، وسایل اخبار عامه قدرت دارد که این قدرتش واقعا به استفاده داده شود، این قوتش واقعا به استفاده داده شود، اگر هیچ قوت و قدرت در مقابلش ایستاده نمیتواند. این را حکومتداران ما میدونند و این را از شمایان خواهش میکنم که نادیده نگیرید. بیایید این گونه برنامه ها را تقویت بخشیم و پیش برویم. انشاءالله که وقتی که وسایل اخبار عامه قدرت گرفتند، مانند یک وسایل اخبار عامه مانند یک شمال است، مانند یک آب است، مانند یک طوفان است که پیشش را هیچ قدرت گرفته نمیتوانند. برای همین رژیم های دیکتاتوری کوشش میکنند که وسایل اخباری عامه را آزادیش را محدود کنند، رسانه ها را بندند، رسانه های مستقل را بندند، روزنامه‌نگاران را تعقیب کنند، ژورنالیستان را تعقیب کنند تا آنها را گریزه و سر به سر و سرسان و دربدر رو پناهنده کنند. انا به خاطر همین است برادر عزیز. برای همین ما خاموش مانیم. رژیم دیکتاتوری قوت گرفتن میگیرد. بیایید با هم صدا را بلند کنیم. انشاءالله عملا هم انقلاب. برادر شوقت یا لحظه ممکن باشد اگر معلش آخر شما برآمد کردن میگیره خیلی هوشیار شدن مردم مونی که نخیزیم تو مونی که مثل یک جای یک مش نشویم برادر عزیز این لاین رفتن میگیره بالای مردم ظلم کردن میگیره. آخر تو وقتی که آخر حضرت موسی ضد فرعون نبرآمدن فرعون شکست نخورد و ضد این تشکر با شما برادر عزیز. تا چند مدت پیش حتی همین صدای من شما شنیده نمیشد. حالا ببینید صدامون شنیده شده ایستاده است. حالا ببینید مردم فکرش گفته ایستاده است. نارضایتش را بیان کرده ایستاده است. یک سال دو سال پیش حتی نارضایت را بیان کردن خیلی مشکل بود و مردم جرأت نمیکرد. حالا ما به گفتن نارضایت خود از این گونه دولتداری جرأت کرده ایم، شجاعت کرده ایم و این طلبات شما یک زینه از همین بالا است و به این زینه هم رفته میرسیم برادر عزیز. این تای زینه ها هست که انشالله با آن هم رفته میرسیم. خدا خواهد. با امید باشید. از ناامیدی ها بسا امید است. پایان شب سیاه سفید است. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشه. من در من علاقه میباشم انشالله. حتما سلامت باشید. انتظار گپ میزنید. سلام علیکم برادر شوکت جان. سلام به تمام مخلصان. برادر امی مسئله چی را بسیار چی کردید تحلیل کردید. یک اعتقاد به شما ده مقصد کی از این برادرم خیلی گفته خیلی رد کردین کمتر چیه مقصد کی امیرم مثال 1999 ما دیدیم که امی با امی کورو دست داده است. ما امیرا چی دادیم شانس دادیم که با امی کورو رو چیکنا دست بزنم بخش با همین خاطر دیده استیم امیر نمیشه که خیلی کار گذاشته گفتی که همون چه میگن گروسو که بسیار ریم پکایید وقت گذاشت مرور وقت رفت مثلا و همین که گفت که مقدسات ما دست زد اینقدر ظلم شکنجه ما امیر عقب نشینی کردیم با همین خاطر که تلفات نشود مرده نشود مثال ملت کنیم یکی تو چند چی کردیم مرده هم زیاد شده است شکنجه بالای خلق شده است با همین خاطر مقصد امیر در نظر دارم که چیرا مبارزه را هر چی دیگه چیتر کندل کرده مقصد فکر شخصی من. برادران عزیز مبارزه شما مردم چی است؟ مبارزه شما همین است که همین گونه برنامه ها را قطعه کنید
پارچه پارچه کنید، هر کجا سخنهای مهم وجود دارد آن را ببرید، در رسانه ها پهن کنید، پدلیت کنید، باز نشر کنید، فرستونید، به نام خودتان می‌هراسید، یگان نام مستعار نام دیگر کنید، فرستونید به همه جا، به همه دوستانتان، به همه رفیقانتان، با رقم خودتان می‌هراسید به رقم دیگر. باید باور باشید که همین شبکه اجتماعی یوتیوب لایک میمونی یگان کس نمیفهمد. نه مقصد برادر امیر گفتنه که کم تا قوی تر باشیم ده حرفای مردم با بریده موندن، با گرفتن، دیگر کس را فرستادن و در همین باره گفتگو کردن و بحث ها آراستن، همه همین پیشروی است برادران عزیز. وقت انقلاب اکتبر چگونه شد؟ من انقلاب سال 1918 چگونه ورق‌ها رو میگرفتن، تقسیم میکردن، میبردن به در خونه های مردم بردن میپرتافتن. حالا که اگر به دست میافتادن نهایت جوابگری کشیده میشدند و تعقیب میشدند. به همه این نگاه نکرده ورق‌ها رو در هر کجا برده میچسبوندن، برده به در مردم تقسیم میکردن، گازیته ها رو برده میچسب، یگان جا رفته گازیته ها رو میخوندن میدادن، جایی که اونها رو نمیشناسند به مردم گازیته ها رو خوانده میدادن، یک جای دیگر میرفتن اونجا تمام کرده جای دیگر رفته خوانده میدادن. و امروز ترس های زمانویش به میان آمده است، ترس های زمانویش به میان آمده است که انا همین جا صحبت میکنیم، این صحبت ما باید به دیگران رسانده شود. کسانی هستند که از این صحبت ما خبر ندارند، با آنها باید رسانده شود. چگونه؟ راههایش پر است، راههایش پر است. ترس و هراس را بردن از خود دور کردن در کار است. دیگر وقتی ترس و هراس گذشته است دوستان عزیز، دیگر وقتی عمل کردن آمده است. هر یکی شما باید شوکت محمد باشید، هر یکی شما باید محمد اقبال صدرالدین باشید، هر یکی شما باید اشور حسینف باشید، هر یکی شما باید محی الدین کبیری باشید. هر یک نفر شما خودتان را نه کمتر از یگان نفری ما بدونید. باید هر یک نفری ما سهمگذار برای آینده کشور باشیم. اگر ما میخواهیم که در پیش نسل‌های آینده ما سرخم و زبون کوتاه نباشیم، اگر ما میخواهیم که در پیش آینده نسل‌های آینده کشور یک مردم ترسانچه که ترسو و پدرانی که برای آینده فرزندانشان کار نکرده بودند و رژیم هرچی خواست برای نابودی ملت کرد، اما این پدران آنها بودند که خاموشی را پیشه کردند از ترس و از هراس. ما در تاریخ این گونه ثبت نام نشویم. ما اگر میخواهیم که برای نسل‌های آیندهمان الگو باشیم، اقلا طرز زندگی کنیم، طرز بمیریم که بگویند که بابایم یا پدرم مرد زندگی کرد و مرد مرد. جایی که آیندگان ملت ما، خیلی که ما امروز از گذشتگانمون افتخار داریم، از ما افتخار داشته باشند. ما زندگی امروزه ما سبب ننگ آینده ملت نباشد. زندگی امروزه ما سبب ننگ نسل‌های آینده ملت نباشد. هر وقت که از تاریخ امروزه ما برای نسل‌های آینده ورق زده می شود، ملت آینده ما را سرخم نکند. یک دیکتاتور آمده است به بچه گچش کتی، به چند باندیت هایش یک ملت را سرسان کرده است، مهاجر کرده است، دربدر کرده است، غلام بیگانگان کرده است، بیخانه و بیدر کرده است. 30 سال حکومت داری کرده است. یک مرد برآمده اوی بس نگفت، گفتن نتوانسته است. این ننگ رو به کجا میبریم؟ همین ننگ رو به کجا میبریم؟ حالا این چند منصبدار که در گرد اطراف امام علی رحمان است، به خاطر شکم همین حرامش حالا چیزی گفته نمیتونه. تمام رزق روزیش رو از امام علی رحمان میبینه، از خدا نه. اما ملت چی دیده ایستاده است؟ ما چی دیده ایستادیم از این امام علی رحمان که ما هم سرخم و زبون کوتاه کله‌مان خم هیچی نگفته بیستیم؟ خیر اونها که کیها به گوسفندی تن دادن، آدم انسان بودن خودشان را فراموش کردن، آنها که
ده 15 نفران این 10 میلیون نفر ملت نیکو یک نفر از واتساپ زنگ زدن. الو دادا السلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم به همه مردم پرشرف شریفی تاجیکستان و علیکم السلام و رحمت الله. در کجا که باشند. مریم شریف زاده شناختم بفرمایید. یک مادر 86 ساله تاجیک. بسیار خوب بفرمایید. تمام مردمی که حاضر گوش میکنند باید که آماده باشند، تیار باشند. بله. همه کسا خیزن این امام علی شریف ویچ رحمانوف از سر حکومت با تمام یک گروه متشکل دولتی جنایتی تشکیل کردگی اولویش باید که دستگیر کنن و یک حکم سود خلقی مدافع خلقی کنن. بله. Чтобы все знали. زنده باشید. با جسارت بسیار با شجاعت حرف میزنید. من میخوام همین شما همین حرکت یک حرکت تشکیل کرده باشید که بانوان ملت را این حرکت رهبری کند، راهنمایی کند برای تشکیل یک حکومت قانونی واقعا دموکراتی. انشالله خدا خواسته باشد. بینید که برادر عزیز شوکت جان هر یک سخنی که شما گپ میزنید و آن برآمده که من آخران وقت برآمد کردم و گفتم که تمام قانون تاجیکستان کنستیتوشن تاجیکستان تجاوز شدگی است، مردم تجاوز شدگی است، تمام بدبختی به سر мардум омадагӣ аст. Ин дар пеши Худо ҳақ аст, дуруст. Это никто не может опровергнуть. Понимаете? Это действительность, это невозможное дальше пребывание. Эмомали Рахмона пребывание в должности президента Таджикистана – это катастрофа для таджикского народа, для дальнейшего существования Таджикистана, для дальнейшего существования всех таджиков. Он уничтожил дух людей, поработил всех, превратил их в безмолвных врагов. Вот это мое обращение ко всем сотрудникам КНБ Таджикистана, Комитета Давлати Амнияти, ко всем сотрудникам Министерства внутренних дел Таджикистана, Министерства обороны, пограничникам, всем солдатам, военнослужащим. Особое мое это обращение к начальнику тюрем Таджикистана Мансура Умарова. Почему? Потому что он в курсе всех событий и дел. Я призываю весь народ Таджикистана от мала до велика стать. При этом, чтобы не пострадала ни одна ветка цветов, чтобы ни одно дерево не пострадало, чтобы ни один кирпич не убрали с тех захваченных этой преступной организованной государственной группировкой Эмомали Рахмона, всей его семьи, все его окружение, все, что они захватили у народа, все, что они ограбили за 30 лет у народа, это принадлежит государству и нам с вами. Вот именно все эти работники силовых структур, которых я назвала, уволены только потому, что они были честными людьми. Вы посмотрите, под видом коронавируса, сколько тысяч офицеров уничтожили, сколько генералов уничтожили, сколько врачей уничтожили. Преступление, которое совершает нынешний президент, захвативший
власть в Таджикистане, никаких, еще раз повторяюсь, никаких статей Уголовного кодекса не только Таджикистана, но всего мира не хватает. Он должен за каждое свое преступление в отношении каждого человека в отдельности, в отношении всех людей Таджикистана отвечать перед судом народа. Народ должен стать от мала до велика, схватить всю его семью, всех его окружение, все, понимаете? И его судить народным судом. Потому что куда бы мы ни обращались, наш голос не хотят слышать мировые державы, которые поддерживают этого имама Али Рахмона. Сколько он может воровать, сколько может он уничтожать. Мы должны сохранить все, что он награбил, все, что награбила его семья, все его окружение. Ничего не повредить. Это ваши деньги. Эти деньги государства, это деньги народа. Они должны между народом Таджикистана были распределены. Вы не беспокойтесь. Авалам худо, охирам худо, онго худо, парвардигор, агар моя накушат, аз хами дурги, аз хами мусофири, аз хами хиджрат ки мо ба хами русибат, ин худо задаги, шариат задаги, ارواح زدگی ما آورده است انشالله به امر خدا همه مردم میخزنیم تمام مردم میخزنیم برای حقیقت برای درستی و تمام قانونا تجاوز شدگی مرگ به تو حیوان خدا زده مرگ به تو как можно дальше терпеть, а? Как можно дальше терпеть это все, а? Живые трупы в Таджикистане. Никто не может защищать свои права. Никто не может защищать свои законные права. Это что такое? Народ умирает от голода, от холода, от этого насилия, которое совершает все его окружение. И это государственная преступная организованная мафиозная группировка, которая называется президент Таджикистана, вся его семья и все его окружение. До каких пор это будет продолжаться? До каких пор? Если мы дальше будем так безразлично себя вести, не останется ни одного таджика в Таджикистане, ни одной таджички в Таджикистане. Матерям не будут рожать. Почему? Потому что умирают от голода, от холода. Очень хорошее прикрытие, ширма у него. Ковид. Что можно дальше сказать? Мардуми мазлуми, азобдидей, изолат кашидей, Таджикистан, бапеш, хамрохи худо, хамрохи поко парвардигори азаваджалла, бапеш, барои дастгир кардани, ин гурухи муташакили джинояти ки имам Рахмон ташкил кардаги бо ахл авлодашо, ойлашо, хешитавораш, бояд ки дастгир карда шаванд ва мардум бояд инора тамоман народным судом их надо судить всех. И все, что они ограбили у нас, вернуть государству, вернуть народу. Революция должна не только в наших сознаниях быть, а в наших душах, в наших сердцах, в нашем разуме. Еще я всех вас призываю, дорогие уважаемые таджикистанцы, дорогие братья и сестры, дорогие дети мои, внуки мои, дорогие женщины, дорогие бабушки, дорогие старики. Я правильно говорю, ни одна ветка, ни одного цветка не должна пострадать. Ни одно окно не должно быть разбитым. Ни один кирпич не должен упасть. Все должно сохраниться. Это все ваше. Это ваших братьев, сестер. Это ваши таджикские деньги, которые они захватили. Эти дворцы, которые построили. Это что такое, чтобы не могли люди жить в Джамбе? Это что такое? Приходят от имени этой преступной семьи, люди находятся у себя дома, разваливают, выворачивают, уничтожают. Это что такое вообще?
Еще раз призываю весь мудрый народ Таджикистана, сбросьте со своих плеч страх, потому что страх хуже смерти. باید که شما ارادتان بزرگ باشد، مستحکم باشد، همه کسش خیزید، این متهمه، این آدم خوره، این آدم کشه، این نشیلنیکه، این تجاوزگره با همه اهل آیلش و خیش و تبارش رو گرد و اطراف چکو کنید، محکم کنید در محکمه. یک народный суд باید تشکیل شود. И обязательно должен быть из народа составлен народный контроль из простых людей, чтобы сделать опись всего его имущества, имущество награбленное всей его семьей, и передать государству, передать народу. بله واقعا Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем жителям Таджикистана, где бы они ни находились, ко всем трудовым мигрантам, где бы они ни были. جسارت باشد، جسور باشد، خیزد دفاع کنید، خیزد وطنتان را از دست این تجاوزگران کشید گیرید، آزاد کنید که آینده هزارها سال به مردم تاجیک باشد، زبان تاجیکی باشد، زبان دولتی باشد، تاجیکستان باشد. با پیش همراه خدا، با پیش همراه خدا. واقعا علی به پیش حاضر مده شده است، اما تا توکل به خداوند نباشد یک قدم هم پیش رفته نمی شود. انشالله توکل به خدا حتما پیش برویم. با خدا انشالله. انشالله. سلامت باشید خدا جان. خدا خواسته باشد. واقعا وقتی که خدا باشد. من میرمی شریف زاده از خاطرتان فراموش نکنید. فراموش نمیکنیم حتما. وقتی که خدای ما مریم بی شریف زاده حرف میزنند واقعا باور کنید مرغک‌های بدنم میدمد میخیل و انسان به وجد میبوید. و ببینید وقتی که سخن از دل میبراید به دل رفته میچسبد. وقتی که سخن با دلسوزی، با شجاعت، با جسارت و با مردانگی از جانب یک زن، آن هم مادر 86 ساله صدا میدهد، واقعا به دل رفته میچسبد. و من اینجا حیران میشوم زار میمونم که همین گونه حرفا شنیده میشوند، از این گوش میدرایند، از گوش بعضی نفران از وی گوششان برآمده میروند. یک تاثیراتش 5-10 دقیقه میموند، باز تمام. نه دوستان عزیز، این دعوت این مادر 86 ساله چند روز دیگر عمر دارد کسی نمیداند. برای ما است، تنها برای خودش نیست. این نفر، این خانم 18 ساله نیست که تنها برای آینده خودش غمخواری کرده ایستاده باشد. یک نفر 86 ساله چند روز دیگر عمر دارد ندارد نمیداند، با دل جگری کباب حرف میزند. میگوید که مردم بیدار شوید، بس است با غلامی زندگی کردن، بس است همچون غلام زیستن، بس است سرخم و زبون کوتاه زیستن. خصوصا این مردان ملت، این مردان تاجیک، دعوت را شما از طرف یک زن، از طرف یک پیرزن، از طرف یک مادر 86 ساله شنیده ایستاده اید. و خودتان بگویید که آیا من برابر یک پیرزن 86 ساله جسارت داشتم یا نه؟ مردانگی خود، جسارت و شجاعت مردی خود را در ترازوی عقلتان برابر یک پیرزن 86 ساله برکشید. یک بار برکشید. سرقانون شوخی نیست.
از جانب یک بنده، یک عائله در قانون کشور تجاوز می شود. این چی گفتنی گپ است؟ ملت تجاوز می شود. ملت. ما خاموش. سر تینج 100 تلا. حرف شهروندی را Дайте мне, пожалуйста. بفرمایید. مالش بفرمایید. Дальнейшее пребывание Эмомали Шариповича Рахмонова на должности, как он самозахват сделал полностью власть в Таджикистане для таджикского народа и всего Таджикистана, и всей Средней Азии, и всего мира является национальной катастрофой. Национальная катастрофа, дальнейшее пребывание Эмомали Рахмона со всей его организованной, преступной, коррумпированной, мафиозной семьей и его окружающими. Поэтому народ должен встать, их окружить, захватить и судить их именно народным гневом и народным судом. بله. خصوصا چند نفره که در گرد اطراف امامعلی رحمان هستید، میدونید که جنایتکار است، میدونید که خائن ملت است، میدونید که غاصب است، میدونید که یگان مراتبه در انتخابات او پرزیدنت انتخاب نشده است، میدونید یک پرزیدنت نلگیتیم است. همه این را میدونید، اما به خاطر آن که مبادای همین ناندهتان از منصب برود شما گشنه میمونید، تشنه میمونید، از ترس همین میخواهید که همین در سر قدرت ماند. شما مثل انمی خیانتکار هستید، خیانت به ملت کرده ایستاده اید و میدونید که حرف شما را ملت گوش میکند، سرتان را خم کرده اید، انمی خیلی نمی بردارید و مبادا سر برداشته اگر گپ زدید فقط مدح و ثنای امامعلی است، چون که رزق ده و ناندهتان را همین را میدونید. دانسته باشید که امامعلی رحمان به این دنیا ستون نمی شود. امامعلی رحمان می رود، ملت میماند، شما با ملت روبرو می شوید. امامعلی رحمان می رود، از پیش اهل عائله‌اش سربگریز می شود و شما جای گریز نمی یابید. شما با ملت روبرو می شوید. آن وقت چیکار میکنید؟ مجبور بودن. شما مجبور نیستید. شما به خاطر یک برده نان حرام برای چی؟ برای اینکه اون نانتان خمیر با خون ملت شده ایستاده است. آن نانی که به دست آورده ایستاده است، آبش خون ملت است. خمیرش، آب خمیرش خون ملت است. نه قانون وجود دارد در تاجیکستان، نه حقوق وجود دارد در تاجیکستان، نه کرامت انسانی وجود دارد. یک نفر از کرامت انسانیش گپ میزند باید سربگریز باشد. تشکر بسیار خاله جان عزیز. بسیار حرفای شما انسان را به وجد میبیارد و انسان را بیدار میکند. با گفت ما اشتها سخنها تاثیر دارد که مرده 100 ساله را میتواند زنده کند، اما کاش ملت عزیز را نیست زنده میکرد، بیدار میکرد. برادر عزیز محمد رجب شاهمی، خوش آمدید به برنامه خودتان. حالا من به تماشابینان اعلان کردم که این برنامه رو من با شما همراه گرفته میبرم. تماشابینان عزیز که در تماشای ما هستید و آنهایی که برای سخن گفتن نوبت پایده ایستادید، بیاید با اجازه شما ما برادر عزیز گرامیمان محمد رجب رو خوش آمدید میگوییم و به ایشان سخن میدهیم و بیاید گوش کنیم که در این باره چه گفتنی هستند. بعد برنامه رو همراه تا قدر توان گرفته میبریم. بعد از آن
به دستی برادر میسپاریم. بفرمایید. زنده باشید. سلام و درود به شما و تمام دوستان، برادران و هموطنان. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. واقعا خوب قید کردید برادر شوکت جان و این مادر عزیزم بسیار خوب قید کردن. واقعا همین مشکلات در وطن ما، در ملت ما و خاصتا این کنستیتوسیه که ما قبول کردیم در نزد دولت ها، در نزد ملت ها، واقعا مظلوم قرار گرفت. واقعا تجاوز شده هست، چون که اگر ما مثلا باب اول ماده اول کنستیتوسیون تاجیکستان رو خوانیم، اگر با اجازت بینندگان و شنوندگانی که این لحظه در پخش مستقیم ما را تماشا میکنند و گوش میکنند. ما خلق تاجیکستان قسم جدا نشونده جامعه جهانی بوده خود را در نزد نسل‌های گذشته، حاضره و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته، تأمین صاحب اختیاری دولت خود و رشد و کمال آن را درک نموده، آزادی و حقوق شخص را مقدس شماریده، برابر حقوقی و ملت و خلقیت را اعتراف کرده، بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داده، همین کنستیتوسیون را قبول و اعلان مینم. ببینید چقدر حرف‌های خوشرو، حرف‌های بزیب، حرف‌ها و کلمه‌های بسیار حقوقی، سیاسی، دیپلماتی، ولی متاسفانه در این حرف‌هایی که مثلا تقریبا 10 جمله یا که 15 جمله که هست، به 1% نه حکومت نه مثلا شخصانی مسئولی که مسئول بودن که به این یعنی عمل کردن به سرقانون جمهوری تاجیکستان را نظارت کنند، تفتیشات برند، یعنی عمل نشد. و البته سخنهای زیاد هست درباره کنستیتوسیون تاجیکستان، یعنی سرقانون جمهوری تاجیکستان، همچنان که برادر ما و استاد ما هم هستند، برادر شوکت محمد جان، شوکت محمد، این نکته ها را چند مرتبه چند بار در این کنستیتوسیون تغییرات و علاوه ها وارد شد و البته این سخن ها، این حرف ها همش در بالای کاغذ، در بالای همین کنستیتوسیون ما یعنی همین تغییرات و علاوه ها میگن که با طریقه عمومی خلقی یا عمومی ملی یا رأی پرسی، ولی ما در عمل اگر نگاه کنیم یا که در عمل ما مثلا تفتیشات بریم یا که چی میگن ببینیم، این اصلا این تغییرات و علاوه ها با فایده پرزیدنت کشور امام علی رحمانوف و اون قانونی که از 35 ساله تا به 30 ساله پایان آوردن، این به فایده فرزندش و دیگر قانون ها هم به فایده خودشان، یعنی ملت و مردم تاجیکستان از این تغییرات علاوه ها حتی از خود همین کنستیتوسیون هیچ فایده ندید، هیچ مثلا بله هیچ پشتیبانی ندید. یعنی این بهترین قانون ها هست. مثلا سرقانون جمهوری تاجیکستان شاید از با قیاس به دیگر مثلا سرقانون های دولت ها و ملت ها شاید بهترین سرقانون هست. اگر همین چند علاوه هایی که مثلا در سال 99 و 2003 و مثلا 2016 و همینا اگر وارد نمیشد بهترین سرقانون بود. و ما اگر مثلا مخالفین دولت تاجیکستان در آینده هم اگر سر قدرت بیاییم، ما با این کنستیتوسیون، با این سرقانون هیچ مشکلی نداریم. فقط اینجا مشکل در تطبیق همین سرقانون، تطبیق همین کنستیتوسیون است که یعنی یک شهروند مظلوم چه در خانه باشد، چه در مؤسسه‌های تعلیمی باشد، چه در مؤسسه‌های مثلا اقتصادی، سیاسی و دیگر مؤسسه‌های
ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ бошад, як шаҳрванд пуштибонии худро намебинад. ин сарқонун як моддаҳо, як предмет, як ашёи хом аст. ин чиза пеш аз ҳама ҳукуматдоро аз раиси маҳалло то раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бояд назорат баранд ё ки тафтишот баранд. вақте ки онҳо худашон масалан ҳукуматдорон ё ки шахсони масъул вақте ки қонуншиканӣ мекунанд, вақте ки яъне зулм мекунанд дар ҳаққи ин сарқонун, дигар мо ҳеҷ маъно надорад ки мо масалан аз як зарбулмасали мардуме ҳаст ки аз гург назди аз гӯсфанд яъне назди гург шикоят бурдан аст. яъне ҳамин мардуми Тоҷикистоне ки мо ҳозир дар ҳамин вазъияте қарор дорем, воқеан як тавре шудааст ки вақте ки қонуншиканӣ мешавад ба мақомоти зидақл вақте ки муроҷиат мекунӣ, гӯё ин ки гӯсфанд ба гург муроҷиат карда истодааст. воқеан ҳаме хеле як чӣ мегӯяд, як реқоба, як муфаттиши ом ё ки як комиссия бошад ки назорат кунад ки чанд дарсад дар болои масалан дар ҳукуматдорони ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванду мардуми миллати тоҷик ё ки масалан мухолифини давлати тоҷик чанд дарсад ба ин сарқонун амал карданд, чанд масалан кай дар кадом вақт ба ин сарқонун биэҳтиромӣ шуд ё ки таҷовуз шуд ё ки зулм шуд. ҳоло мисли ки масалан гург мегӯяд ки ҳоло нахӯрдамат зинда истодаӣ, ҳамна шукраша нокарда бо омада шикоят мекунӣ, мисли гург ино гам мезана. буқа шудӣ бача, ҳоло ту аз қонун гам мезанӣ, ҳоло пушти панҷараи зиндон нашудӣ, шукрона намекунӣ. як делата менависам, ҳозир ҳамин як каллат ба бор мекунам, чӣ бо баъзе вайҳо ҳаст, ҳоло ҳамин чунун мекунам, ҳамин куфтанут мекунам, мурдаи Ленина ба калла мегирӣ. ҳоле гург мисли ин аст ки гӯсфанд пеши гург рафтагӣ. ва гуфтанӣ будам ки ҳоло фикр мекунам ки ин масалан таъсис додани як комиссия ва ин чизо аллакай дер шуд, аллакай ин ҳукумат, ин режим аллакай тағйирнопазир шуд. ягона роҳи ислоҳи ин ҳукумат, ислоҳи ин конститутсия ва ислоҳи ин мардуму ин миллат ҳамин аз сари қудрат равондани ҳамин диктатори мисли режими Эмомалӣ Раҳмон боварҳои мардум ба ҷомеаи демократӣ бо роҳи осоишта расидан ба қудратро аз байн бурда истодааст. умедҳои мардум, яъне ин умедҳоро аз байн бурда истоданд. яъне боварҳои имрӯз худи ба сари қудрат омадани Толибон як улгӯ шудааст. яъне мардум хулосааш ин шуд ки яъне ҳеҷ қонун кор намекардааст, ҳеҷ як муборизаи осоишта бо таври қонунӣ кор намедодааст. яъне бояд ту зур бошӣ, силоҳ дар дасташ бошад, бояд тарк конӣ. ба мардум ҳамин хел ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳатто абарқудратҳо, онҳое ки мудофиёни ҳуқуқи башар ҳастанд, ба мардум ҳамин хел бовар дода истоданд ки яъне террорист ҳам бошӣ, экстремист ҳам бошӣ, зур барои давлат. яъне ту мана дар миср сиси омад, президенти мунтахаби миср Муҳаммад Мурсӣ ки бо интихоби мардум сари курсии президенти омадагӣ буд, гирифтанд, кӯдато карданд, аз байн бурданд. низомиён сиси омад сари қудрат, ҳама ӯро пазируфтанд, қабул карданд. аллакай қабули Толибон ҳам сар шуд. дуруст. қабули Толибонро қабул карданро сар карданд. як ду се бор нозу нуз карданд, бозам қабул кардана сар карданд. аврупо олмон ҳам гапаша гуфт. мана гуфт намояндаҳои дипломатияш корро гуфтанд ки ҳарчанд нагуфтанд, эълон накарданд ки қабул дорем, гуфтанд намояндаҳои дипломатӣ бояд кори худро оғоз кунанд. мана ин чӣ гуфтани гап аст худаш? воқеан шояд ҷомеаи байналмилал ё ки масалан абарқудратҳо ба як хулосае расиданд ки аз ҳамин
حکومت‌های مثلا رژیم‌های رحمانوف یا که غنی یا که دکتر عبدالله اینا همین شاید مثلا حالی خدا میداند که آینده شاید که یگان اقدام شود برای داعش و طالبان و همین مثلا دیگر حزب حرکت‌های تندرو را هم سر قدرت بیارن، برای که آنها رژیم‌های دیکتاتوری یگانه جای ترجیحشان از همین انسان‌ها قواهایی که معتدل هستند، نه افراط میکنن نه تفرید میکنن. ببینید ما مثلا خاصتا همین مثال مخالفین دولت تاجیکستان رو بگیریم، هم از قواهای رادیکال دینی ضرب اللت میخوریم، هم از قواهای رادیکال دنیوی که مثلا در اساس همین رژیم‌های دیکتاتوری قرار دارند. واقعا تشکر. حالا با اجازه شما دیگران رو بشنویم. بفرمایید. برادر فرخور بفرمایید. سلام علیکم برادر جان. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر جان یک گپ میگم. امی که گپای ما گروبی نروا، امی پدن حالتو کو. نقصش بگید یک تنه دو تا گپ زنید. امی پدن حالتو کو یو گپ خوب نمیفهمن، یو گپی خوب خیلی باید امو چخیلی خچون میگه با خون گرفتیم با خون میتونیم کو این بدبختو را باید همی گروب ادنشینی باید همی سرپیش که شته زده سرکن در کار. بخشش برادر اکای شوکت محمد، من شما را به حد حرمت میکنم. نکی بدبختو نمیفهمن گپ خوب، این بدبختو یا ظالمن. همین روز محمد ابای صدردین 1000 سال پیش برای ما را دکزت استوار که ها شما آب بخورین، همین آب کافی شما ده. همین را فرعون گفتگی بوده 1000 سال پیش. شکرانه کنید. شکرانه کنید که شما آب دارید. بله. این بدبختا یا گپ خوب نمیفهمن. ما باید با مثل انمیا ما هم باید زیستو کشیم. ما گپ خوب میزنیم این خیلی یا گپ خوب نمیفهم. برادر جان خیلی خفه نشه. مثال گپای ترا ما گوش کردم، تو به حد آدمی با سواد با علمی نکی با سواد با علم یاد نمیشه، یاد باید زیستوکی باید جواب بدیم. زیستوکی زنده باشه. حالا ببینید از همین مغز گپی همین برادر چی برداشته ممکن است؟ یعنی همین حکومت های دیکتاتوری، همین رژیم های دیکتاتوری هستند که همین گونه فکرها رو به میون میبرن. یعنی وقتی که تو راه عدالت پیشه نمیکنی، راه قانونی پیشه نمیکنی، یک دولت قانون محور ساختن حرکت نمیکنی، مردم به این فکر میباید که نهایت تو گپ نغز رو نمیفهمی. به خوبی از حکومت رفتن نمیخواهی، باید تو رو ببدی بردن در کار است. از این کرسی تو رو پایان فراوردن در کار است. به نغزی نمیفهمی، ببدی کار کردن در کار است. یعنی فکرهای تند رو در معنی سری مردم همین رژیم های دیکتاتوری می آفرند. یعنی همین رژیم های دیکتاتوری مادر تروریسم و اکستریمیسم هستند، مادر تندگرایی هستند. همین ها آفرنده های ایده ها، فکرهای تندگرایی هستند. همین ها هستند که با مناسبتشان نسبت ملت، با مناسبتشان نسبت مردم، با قانون شکنیشان، با پایبال کردن سرقانون، با پایبال کردن قانونهای مربوطه کشور، در معنی سری جوانان، در مغز سری جوانان فکرهای تند را پرورش میدهند. همین ها هستند دیگر. درست. اجازه باشد آقای شکر جان، یک نکته میخواستم ذکر کنم که یعنی ببینید از یک طرف همین حکومت‌های مثلا دیکتاتوری یا که رژیم‌های دیکتاتوری مثلا همین مخالفین معتدلش را با همکاری، یعنی اکثر آنها در پرونده‌هاشون ذکر شده است که مثلا
همکاری با داعش یا همکاری مثلا با طالبان، همکاری با نمیدونم کدام حزب و حرکت های سلاح بد است. یعنی در روز روشن همون تروریست های میبیارن در دوشنبه مثلا اوفیس میکشون برای آنها، آزادانه دادو گرفت میکنن. امروز پگاه با اعتراف میکنن همون رادیکالی که تا دیروز یک بگیریم که دولت و ملت افغانستان از ضد همینو استفاده کردن، مثلا قواهای بین الملل سخن میدهن، سخنهاشون میمونن. به خاطر چی؟ وای رادیکال است، فرق نه، تندگرا است، تروریست است، اکستریمیست است، فرق نداره. فقط یک شرط داشتگی باشد، در داخل گپش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو بدعت گفتگی باشد یا که حزب در اسلام نیست گفتگی باشد، یگان چیز گفتگی باشد که مذمت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل صحبت یا موعظه همه تندگرا باشد شد. در رادیو تاجیکستان جا داده می شود، در سخنهایش در مکتب ها مونده گوش کننده می شود. فکر ندارن که فقط مذمت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را شنوانیدن این خلاصی کار نیست. در داخل او فکر و اندیشه های تند وجود دارد. مردم از عقیده اهل سنت و جماعت بیرون کردن ها وجود دارد و دیگه مذهب ها تله دادن ها وجود دارد، از مذهبی حنفی بیرون کردن ها وجود دارد. این چیزها کلشو من نمیزند. یه نکته میخواستم با اجازه شما شفقت جان، همین درباره مثلا در اسلام حزب نیست است یا که مثلا اسلام به حزب چه ندارد، احتیاج ندارد. این حرف نفرایی میزنن یا که از نفرها این حرفای میشنویم که یا خودشان اعضای حزب کمونیستن یا اعضای حزب دموکراتن یا که حداقل غلام خبرگوش حزب کمونیست یا حزب دموکرات هستند. حزب خلق دموکرات ها مثلا یک رژیم دیکتاتوری حق داشته است که از نام اسلام سوء استفاده کند یا از نام دموکراتیا سوء استفاده کند، ولی که ما قواهای سیاسی مخالف یا که مردم تاجیکستان حق نداشته بود هستیم که از نام اسلام یا از نام دموکراتیا حسن استفاده کنیم. در اسلام حزب نیست، باید حزب نساخت. آخر شما نامسلمانید که حزب میسازید. منطقی گپ رو در اسلام حزب نیست. نباشد تو چی برای چی ساختی حزب خلق دموکرات؟ تو نامسلمانی؟ رئیست امام علی رحمان نامسلمان است که حزب میسازد. منطقی گپ رو بید. حالا تشکر. علی اشت بفرمایید. علی اشت. سلام علیکم. و علیکم السلام. من گفتنی هم که برادرای تماشابین با همین افغانستان درس نیست برای همین افغانستان چه گرفتن انا правили خودشون کچات کردن طالبو و یا مسلمانی هم، لیکن дай бог کتای سو گیرن اگر تاجیکستان اوزی بعضی سوکن همین گاکت گورگوچوبا سوختم است پیدا میکند کتای سو تاجیکستان 2 سکو میگیرن. همین غلومه می چیو برادرای مو با بس نیست. همین خیلی تماشا میکنم هر یک برنامه شما که همین خیلی عصبی معلوم میشن. باور کنید سخنای گفتنی ما فراموش میکنم که دیگه چه که ما تایور نیم. همین چی با برمدم با میکروفون یک مور میقاپیم دیگه دست پاها میلرزد. خیلی نه یک چهارم پنجم مور برمیسکم دیگه نه سپکوی نه اورم گازوس کنیم. ای برادر چشمک شوید افغانستان ما با درس نیست، اویگورا ما با درس نیست، ایگی سیریا ما با درس نیست. چه دولت خوشروز زیبا بود. ای برادر یک جوی شویم. چه که هم برادر یک گفت اینو همین زده گفته پیش کردن کرد، اینو تپی بطولکا و شینونده پیش کردن در کرد. پدرگوم نیکاک چه که مادر دیگه از روی همین وجدان گاب زدن عیب شودم. همین تپی بطولکا به یک تا شینوندن در کرد. بطولکا رو حرف میکنید. بطولکا آخر در کار میشه و استفاده بردن در کار. خیلی اون چوپروسو برات که ما هم که صحبت کنیم همین جارز شما هم دیگه تایور هم شرق رنگ همین
چه گم مرغ سفید شوربای سفید میگن که همین مایده همین علوبی پاس که همین قبضه جوشونم که همین راحت کنیم ده شوربای سفید خوره دیگه تسلی از بدن برمده روان اشرف آمدگی برای شدم دشمن ظالم بفرمایید. اوخی از سبو بیرون میشن زنده باشید. دشمن ظالم بفرمایید. علیکم و رحمت الله و برکاته برادران اهل گرامی. از سلام خود را به تمام مردم تاجیکستان میرسانم، هموطنان خودمان. من راستی بار اولین سخنی میگویم بر آن مادر میگویم که خدایا یک ذره غیرت همین مادر در ملت مردای تاجیک ما نصیب گرداند. یک ذره شد. پروردگارا غیرت همین مادر را ذره شب به مردان تاجیکستانیان ما نصیب گرداند. آمین. مادر اگر سخن ما را بشنوی با والله قسم همچون فرزند شما منم شما را همچون مادر می شمارم، مادر مهربان، مادر قدردان. والله قسم به غیرت شما من افتخار میکنم. ای کاش که من چه در بری مردهای به غیرت بدن، خدایا کاش در بری شما مادر به غیرت می بودم. باور کنین دیگه نمیدونم برای این مردای تاجیکا چی بگم که این گونه مادری به غیرت داشته باشه، ما مردا غیرت نداشته باشه. بعدن راستی بار شوکت برادر من از موضوع شما کم ترک بیرم تر میرم، یک دو سخن کوتاه ترک میگم و بعد در آخر یک خواهش دارم اگر محمد رجب جان جواب داده تانن سوال مرا بگذار جواب تن، اگر نتونن بگذار این سوال مرا به استاد محیدین کبیری برسد در پیام خودش یا در برآمدهای خودش یک مکتوب کنه سوال مرا حتما، این شاید مهم باشه برای ملت. یکم از موضوع بیرون برآمدن ما این است که من یک شهروندم چون از کلاب ملتچی نیستم. با آن خاطر این سخن را میگویم که برای مردم بدخشان، مردم پامیر، ما شما را برادر میشماریم، ما با شما هستیم، شما هم باید با مردم ما کلاب، نه اینکه با کلاب با همه باشین. ما با دین آیین شما کار نداریم، هرچند سخنهای برآمده سای بین ما و شما بعضن گپا برآمده سای ما ایرا قبول نداریم. ما با یک عروس با یک کیمچی یا ساز میگنیم، چرا با هموطن خود با در سرزمین خودمون با مردم بدخشان راست نمیگیریم؟ من از دل جان میگم که من با دین آیین شما کار ندارم، اما شما را برادر میشمارم. مردم پامیر شما خوب بشنوید، من شهروند کلاب، ما او فتنه‌ای که در وقتش بود کلابیا و پامیریا ما رایبین بردگیم، ما با شماییم، شما هم باید با ما باشید. منم بسیاری برادرای من از مردم بدخشان از پامیر هستند، من آنها را به نهایت احترام میکنم، دوست میدارم، اما با دین آیینشان کار ندارم، همچون برادرم. اولا این خواهش میکنم این ثبت مرا با مردم پامیر برای در بین در روسیه در ملک غریب بعضن واقعیا خستیس است. ما مردم کلاب با تمام هستی و وجودمون دربار شما هستیم، شما باید دربار ما باشین. شما فراموش نکنین مردم بدخشان، مردم پامیر، تاجیکستان دو جا داره که مردم بغیرت، مردم بناموس داره میخواه این را یک طرفه مثل دیگرها کنن. ما باید اجازه ندیم. ما با شما هستیم، باز میگم که ما با شما هستیم. برادرای بدخشان شنیدیم، برادرای بدخشان هم شنیدند برادر عزیز. حالا تماشاگران عزیز دوام برنامه را کمتر برادرم
محمد رجب شاهمی گرفته میبرند. ایشان رشته سخن را با شمایان گرامی که میخواهید سخن کنید ایشان بدهند. انشاءالله باز بعد برنامه را همراه دوام میدیم. انشاءالله. زنده باشید برادر. برادر جان زنده باشید. برادر کلوبی بسیار یک پیام مهم، بسیار یک پیامی بگیریم که تیلوگی گفتید اینجا برای خطاب به برادرای بدخشانی، برادرای زرافشانی، برادرای سعودی. البته ما هیچ وقت مردم تاجیکستان، مردم مسلمان تاجیکستان و هیچ حزب و حرکت گروه مشکل نداشتیم. مشکلی اساسی ما همین رژیم است، همین کمبودی ما همین رژیم است. حالا همین رژیم آخرین شانسی که میخواد استفاده کند همین برادرای مثلا کلوبی را با بدخشانی را با مثلا کلوبی یا که غرمی یا که خوجندی این همین تقسیمات بندی کرده باید که چی کند؟ عمرش دراز کند. ولی الحمدلله یعنی بسیار خوشبختانه علاقه مردم این درک کرده است. مردم تاجیک علاقه درک کرده است. وقتی که مردم تاجیک مشکلات اقتصادی دارد، مشکلات سیاسی دارد، مشکلات فرهنگی دارد، دسترش میزند این اختلافای مذهبی، اختلافای دینی یا اختلافای بگیریم که منطقویه. باید اول حق و حقوق این مردم تاجیکستان تأمین کرد، رعایت کرد. باید پشتیبانی کرد از این مردم، از این ملت. این مردم گفته ایستاده است که من مثلا برق ما را دهید، گاز ما را دهید، یا که مثلا دیگر آب، دیگر شرایط اجتماعی ما را مهیا کنید. بعد از آن این بحث ها حل شونده است. حکومت تاجیکستان به نظر می رسد که آخرین شانس یا آخرین کرته محلگرایی را در میخواد استفاده کند که انشاءالله که حتما به فایدهش تمام نخواهد شد و علاقه این مردم تاجیک این روزها را سرش گذران. مردم تاجیک اون مردم 10 سال و 20 سال قبل نیست. علاقه مردمی که مثلا در روسیه، در کشورهای اروپا، در امریکا و کانادا و بگیریم که کشورهای عربی و ترکیه و ایران و دیگر جاها قرار دارند، زندگی کردن، فهمیدن که واقعا مردم تاجیک، ملت تاجیک مظلوم هستند و این چند سال است که این رژیم هم از نام اسلام سوء استفاده کرده ایستاده است و هم از نام دموکراتیا سوء استفاده کرده ایستاده است. زنده باشید برادر جان. اگر کسی دیگر در خط باشد بفرمایید. السلام علیکم برادر استاد خوبه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه برادران میگن بیدار شین. ما علاقه بعد 95 92 سال уже خلق تویشون بیدار شده. بعد همین که همین فیدنگرها فیدنه داختن، انقلاب گفتن، بعد همون عذابا уже بیدار شده که ما ایتری با فند و فریب شما ما انشالله گرفتار نمیشیم. برای که برای سر مگذشت ما را خداوند پیشوا را با ما داد. نمیخی صلح پرور باز میگن که محلگرای و زنده همه تاجیکستان همین کار جنایت که تو بگوی من ای جمعه شما که ای دیگه جان محلگرایی اوجه جنایت های. اگر میشید همین کار مثال ای من میبردم. همین بچویوش هم مرا جنایت کار کردیستین. همین 3-4 کانال شده با یا نمود مشکلی هسته که حل شونده سویت ای حل شونده چه او دیره افتم بچویوش ایره زده استیم. ما همه بابیامون یه بار سوال بتین در چی شرایط زندگی داشتن، بابی مامامون با پدرامون در چی شرایط، با ما در چی شرایط انشالله خیلی پیش رفته گیا. ای خیلی که این فیلم دکترسین که ما سویت این وقت شده سویت دیدگی نبودم بابیای ما. یعنی شما برادر جان میخواد که مردم تاجیک، ملت تاجیک در سال 2021 به سال 1921 برگرده، درست؟ یعنی میگه که شکرانه کنید که بابا همین زینه با زینه میرود، زینه با زینه آباد شده است، زینه با زینه اوستا پیش رفته است. زینه با زینه آباد شده است.
درست کنید. مرا کرد بر پدری و چرد نالا چوپلوس شیطان مرا بدور قطعه ما گپ زنم. این هم خیلی شما را هم خیلی تیار کردگی نگاه. لطفاً به تحقیر گپ زنید، حتما جواب داریم، ما جواب میگوییم. لطفاً به تحقیر گپ زنید. ما هم برادرم نگاه چقدر تیارتون کردگی، چقدر اوجه تیارتون کردگی اوجه. بله ما را همین رژیم رحمان تیار کرد، یعنی همین ظلم و استبداد همین رژیم رحمان ما را تیار کرد که یعنی آبادی خواهی کنیم، آزادی خواهی کنیم، یعنی شاید که دوستان شما گپتون زدین، موقفتون را فهمیدم. ما بود نکردم بفرمایید بود کنم با گپ زنن اخی نکشو زد یا مایده گوش کنین کجا میکشید یعنی ولی گپ بود نوشیده نکشید گپ زدی سودی. میگم که شما همین تلاشای همین چی بود با هر دولت چی کردن، شهرنامه بستن، ما رو مقصد آوردن، دیدیم پیش رفتیم مقصد. شما میپرین سمایل کنم میریم اروپا، یه هفته دا میخوان که همین تویشون رنگ اروپا باشه. همین تیچنی هفته میریم میگین اینجا. ما نگفتیم که تاجیکستان مثل اروپا باشد، تاجیکستان مثل تاجیکستان باشد. باید اروپایی ها حسود کنند. اروپایی ها همین برادر ما سوال جواب تیم برادر ما موجیر بیا معامله همین این برادر گفته ایستن که یعنی پدر و بابایان ما گاز آب و سفید نداشتن، ما باید شکرانه کنیم که گاز آب و سفید داریم. نه چی تا نکشو که گابزا که جو همین گپی خوبم چی میکنیم سراز همه کشیم که مردک شنک شو گابزا اینجا میدونه در خط چند برادرای دیگه هموطنای ما آبادی خواه و آزادی خواه وقتی یا پیشروی را میگن همین خیلی که دهم دعای کنی یا قلنفر شکیدن سراز بینی تجین میکنی بس گوش کو خیلی بعد گابزا برادر ما بیا بخشی همین چوپلوس باش برادر بدون تحقیر حتی بدون تحقیر دوستان یک دقیقه این برادر گفتن که مایده یعنی زینه به زینه خوب میشد. ما مردم تاجیکستان همون یک یعنی 30 سال شد یک رئیس جمهور این علاقه قانونی قبول کردیم که این پیشوا هست، هیچ کس دیگر نظارت کردن نمیتواند یا که هیچ کس دیگر حق حقوقی تفتیشات بالای این رژیم بالای شخصا رئیس جمهور امامعلی رحمان را ندارد. این علاقه در یگان قانونهای دموکراتی یا که در یگان قانونهای اسلام نیست که یعنی مردم 30 سال ما هر 5 ساله چه میکنن بودجت قبول میکنن که برای 5 سال بعد ما علاقه برق افسانه میشود. آب و گاز دیگر همین قانونا اگر نباشه بالقطعا این زن یک همین خرما میدونده همین خیلی یا بلوگر دیلوار سفرو در آورد همین حجاتخونه اروپایی کار میگه بعد یا هفته آمدم در همون شکوفیش نه گیر دوارش همه را جزیر کردم همین خلق کرده بکنیم سال ما با اون سپاس اروپایی تایور نیستیم همون را که کرد نمید بو بخشیم بیو معامله جواب بتون التیموس یک لحظه بخشیش یک لحظه ببینید ما اول باید کمون یک آبادی شده است و بعد از یک هفتهش ویران شده است. این نتیجه چی است؟ نتیجه تعلیم و تربیه در 30 سال داده حکومت به مردم است. نتیجه یعنی حاصل برداشته وزارت معارفی انمی رژیم است. ما خدم نمیتونم مردم مدنیت ناموختن، معرفت ناموختن، اخلا یک چیزی آباد ویران نکردن ناموختن. چی میشد این مردم؟ نگاه که ما
همین گپ شما مضمون آن دارد که این حکومت کارناشایم است. گوش که آخه یک گوش که ایران نکن گفتنی گپ به مردم یاد دادن نمیتواند. بخم میگم که من با چهره چپلوز با چهره نمیتونم. مالش به چهره نبرایت همین. بدون چهره نام نوشتن نمیتونم. شما گفتید با باد سویت نداشت باید تو هم نداشته باشی. من این که نگفتم میگم وقتش در چی بود حاضر چی خلای برادری عزیز گرامی انا همین فکر اندیشه در کله شما جای کردن که باید شما شکرانه کنید که 100 سال پیش بابا آچتون 100 سال پیش 7 اجدادتون سویت نداشت برق نداشت گاز نداشت و امروز کم دیده ایستادید به همین شکر کنید. اینه به کله شما جا کرده هستن. اما برادر عزیز در اصل سرعت زندگی کرده ایستادید. در اصل سرعت شما 20 سال برادر عزیز 20 سال یک دو صبر کنید. ما خیلی صفحه های شما رو گوش کردیم. بسیار گوش کردیم. همگی 10-12 سال پیش برادر عزیز شما بدون تلفن موبیلی میگشتید. حتی تصورم کردن نمیتونستید که تلفن موبیلی یعنی چی. امروز بدون تلفن موبیلی حیاتتون رو تصور کردن نمیتونید. 10-15 سال پیش اینترنت چی است نمیدونستید برادر عزیز. امروز حیاتتون رو بدون اینترنت تصور کردن نمیتونید. بازار جهانی بازارهای جهانی توسط اینترنت شده ایستادن. مغازه ها توسط اینترنت شده ایستاده است. خرید و فروش ها توسط اینترنت شده ایستاده است. کشورهایی که به خرید و فروش اینترنتی خودشان رو عادت کنوندن تا همین آمدن پاندمی کرونا ویروس حالا که مردم از خونهش میخرد از خونهش میفروشد محصولاتش را و بی اینترنت دنیا رو تصور کرده نمیشود. حیاتتون رو تصور کرده نمیتونید. اگر که شما میگوید که نه در 15 سال پیش اوچه باوت اینترنت نداشت توی هم باید همین یک اینترنت سوست باشد اینترنت کار نکند ناشکری نکنی شکرانه کرشینی. ای برادر سوست بودن اینترنت در یک کشور نبودن اینترنت در یک کشور سبب عقب‌مانی مردمش است. اینترنت نیست. حاضر ببینید دوره کرونا ویروس پاندمی آمدگی است. مردم از خونش برآمدن نمیتوند. اکثریت کشورهای جهان مکتب‌های میانه‌شان را به طور آنلاینی کردگی هستند. معلم از خونه‌اش ایستاده به شاگردانش درس میگوید به مکتب میانه. اینترنت نیست در تاجیکستان. برق نیست در تاجیکستان. برادر عزیز برق کی نیست اینترنت نمیشود. اینترنت کی نیست درس نمیشود. درس کی نیست پیشروی چه خیلی میشود. پیشروی کی نشود برادر عزیز. درس کی مردم نخون همین خیلی چیز آباد میکنه رفته پگاش وایرون میکنه. ها برادر نخود همین فکر کلت به جا کردن و شرم نداشته باشی که یعنی اوچه بابات سویت نداشت برق نداشت حاضر کم پیشروی و تاجیکستان به کجا قیاس کردی شدی. یه مینوت گوش که خیلی گپ زدی من گوش کردم تو چند شما رو گوش کردی برادر عزیز. نگاه که من نام نوشتن نمیتونم نام خوندن نمیتونم. ایروی شما وری بدبخت ما به سواد موندیم. این خلاف نام تو نوشتن نمیتونید کامل نوشتن نمیتونید مکتب خوندگی نیستی. برای چی؟ ایروی شما وقت شکمه ما نخوندیم. وقت ده همین یک دقیقه همین چند ساله چه پرس؟ برادر همین چند نفرانی من علم‌های رو میشناسم که علم‌های دور همین شبیه روزی زمان رو میشناسم که در همین دوران جنگ نوبسته از اون که کلفت سری مردم بود بی سر و سامانی بود در همین دوران جنگ دانش آموختگی هیچ کس پیش روی شما رو نمیگیرد. کسی میخواستگی درسش رو میخوند اما کسی که اراده خواندن اراده تحصیل رو دارد و به تمام وجودی هستیش کوشش میکند خیلی به شماری کم است. اکثریت مردم اگر از جانب حکومت راهنمایی نشود از جانب وزارت معارف راهنمایی نشود در مکتب تعلیم به طور درست مونده نشود چه خیلی پیشروی میشود برادر عزیز. برای همین حالا ببینید میوه همین حکومت همین است که شما نامتون رو نوشته نمیتونید. با یک نفری که نامش رو نوشته نمیتواند مردم
یک نفری که نامش رو خودش میگوید که نوشته نمیتواند، کتاب خونده نمیتواند، برآمده است به مردم مصلحتگر. ما گفتانیم که ایروی شما اور سگا ما انقلابگرا ما بسواد موندیم. بدون تاخیر صحبت کن برادر جان. شما یک دقیقه صحبتتون یک دقیقه. خودت نوشته نمیتونستی، خونده نمیتونستی، به مردم خونده میتونستگی، نوشته میتونستگی نصیحتگر. این یک کمتر ننگ ناموسم در کرده برادر، یک کمتر شرم دار. برادر این با برنامه اشورو با چهره برآمده بود. این بوز ما شراختیم. این با سقیچ خویده برآمده بود. این یک چیه؟ یک دایوسای. ایره شنو این بوز ایره به فکر من بوزش کشیدن برای اینکه به چهره برآمده است. ایره یا بار دیگه با بوزش بکشیم وابشه نمیبروه. این کار شجاعت بروه. بدون تاخیر صحبت کن. برادر عبدالله خودت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته مسئله سرقانون جمهوری تاجیکستان، بعد یک تکلیف هم در مسئله سرقانون و قانون‌های کلی تاجیکستان. همون کتاب‌ها را جمع کردن در کار به همون کارخانه کارکردی کاغذی حاجتخانه باید اونجا سپردن در کار است. اگر که کاغذ براید بسیار از او مردم فایده میبرند. این هم یک ایده. البته که این قانون‌ها و قانون‌ها به من مردم یگان فایده نمی‌آورد. برای چی؟ تا همان روزی که این سرقانون و قانون‌هایی که از این سرقانون اخراج شد فقط به زیان مردم چیکار کرد؟ کار کرد خلاص. به فایده مردم یگان چی فایده نآورد این قانون‌ها. البته که این قانون‌های باطل خیلی که حاضر این نفر گفت که آیسته آیسته ما بالا رفته ایستادیم. اگر که نگاه کنید که حتی که سیورن کره از همه جا چی است علاقه نمی کند، لیکن در اونجا هم با مرور آیسته آیسته ترقیات پیش رفته ایستاده است. این از زمان طلب کرده ایستاده است، نه اینکه همون شخصانی که امروز در وظیفه هستند. این یک مسئله ای که ما میگویم که پیشروی است. من پیشروی را نمیبینم. اون که وقتی که ما در جوان وقتای سالهای جنگ بود یا که بعد از جنگ سالهای 90 در شهرها یا که در ناحیه ها خانه پیران سالان یا خانه کودکان یتیم نبود. ممکن که در ولایت ها یک دانه یا دو دانه بود، لیکن در ریان ها نبود. امروز در خانه ها پیران سالان پیدا شده است. نگاه کنه که میوه دموکراسی یا که آن چیزی که اونها میگویند ما که دولت آزاد و حقوق بنیاد و دموکراسی میوه چی است؟ برادران من گفت زنم. یک دقیقه. من سوال کردم، من یاردم تید. من سوال دارم. یک دقیقه خانم جان این برادر گفت زیستن گفشان کنند. نگاه کنه که در طول 30 سال بجای آن که مردم تاجیکستان خرد و کلان عزت و صاحب عزت و شرف شوند، میبینین که کودکای تاجیکا در قد کوچه پرتافتگی برای هیچ کم لازم نه، در کار نیست. پیران سالان مادر و پدر از خانه ها رانده شده ایستادن. با این خیل بدبختا میبراید میگه که ما آهسته آهسته بالا رفته ایستادیم. فحش و حرام در اینترنت ها پر شده است. این آن است که مردم ما در طول 20 سال یا که 30 سال حکومت رحمانوف با همین قانونش سرقانونش فقط مردم را به دگراداسیا یا که بر یک محیط تنگ برد که مردم در حالت خیلی ضعیف و پست چی هستند زندگی دارند. البته در مسئله انکشاف و ترقیات در طولهای 10 ساله آینده من فکر نمی کنم که تاجیکستان یک دولتی پرقوت و ابرقدرت و اهالی زندگی خوب شود. یک کم رو به انکشاف یا که رو به ترقی گویی؟ البته. تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک خواهر با پریامو یفر نوشتند میخواهند صحبت کنند. برادران سلام علیکم، مرا میشنوین؟
میشنویم بفرمایید. من همینجا من اوگالون من اینوالیدم. چند بار من در افری شما 4 بار با فکرم برآمدم گپ زدم. من در اوگالون دلک شدگیم. مرا در روسیه قپیدن. من وقتی که استوریا ما گپ زدم همش گپ زدم که مرا در تاجیکستان ایموش اسلام دزدیدن، کودکم تجاوز کردن. من خودم اینوالیدم، بیچاره اورستا در گریه کردن. من جواب دادم. من همین مدعا ها را گپ میزنم، همینا را فهمونین که همینا چی هستن مایلش. انا کن حاضر ما اینوالیدم، جبر دیده من پرونده جنایتی تحت 536-65 از 12/05/2020 سال با ماده های 137 قسم 1 137 ایلوگی 1 قسم 2 189 قسم 1 و 307 ایلوگی 1 قسم 2 کیجه جمهوری تاجیکستان از طرف پروکراتورای جنرالی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده و از صحنه 11/07/2020 سال تحت 58-38 در جستجوی رسمی قرار دارم که من گناه ندارم، جبر دیدم، من اینوالید می باشم. همینا چی معنی دارن؟ میدونم خواهر، این خواهر یعنی با یک بینا برای خانه‌دار شدن پول میدهند چند هزار دلار. خونمون در اون ریسپبلیکانس که پروکراتور بود، خونمون پاکو پرداش کرده 32,000 دلار ده فروختیم. میفروشند، بعد خونه نو خریدن نمیشوند، پول میگیرند، پولش نمیدهند. وقتی که پولش طلب میکند همین خیلی تهدیدش میکنند، فشارش میبرند که میگریزد بررسی میبیاید. حالا یک زنک اینوالید، دخترانش اینوالید رو بردن تجاوز کردن، این زنک اینوالید رو حالا در تعقیب جنایی قرار داده هستند. یک زنک اینوالید باز نگاه کنید تماشا بینانی عزیز، هموطنانی عزیز، یک زنک با خواهش تاجیکستان مقامات انتظامی روسیه بازداشت میکند، میگیرد میبرد مورد پرسجو قرار میدهد. در حالت پرسجو وقتی که تاریخش را این زنک نقل میکند تاریخش را نقل میکند، مقامات انتظامی روسیه رحمش میباید سر میدهد. اوی مقامداران تاجیک رحمتون کجا شد؟ مردگریتون کجا شد؟ ناموستون کجا شد که شما بگویید فلان زنی اینوالید رو با من قبیده ده، وقتی که این شریک استراتژی شما بازداشت میکند میبیارد حرفای این زنک میشنود، کافرها میشنود، رحمش میباید سر میدهد. مسلمانگری شما کجا شد؟ مسلمانگری شما کجا شد؟ مسلمانگریتون، مردگریتون کجا شد؟ ناموستون کجا شد؟ شما ناموس دارید یا نه؟ یک زنک را اینوالید، دو دخترش را میبرید تجاوز کردن، خودش را در تعقیب کوفتکوف جنایی رسما قرار میده. وقتی که مقامات انتظامی روسیه بازداشت میکند میبرد، کافرها برده گوش میکند، رحمش میباید سر میدهد. مثل یک کافر، مثل یک غیر مسلمان جسارت ندارید، شجاعت ندارید، مردگری ندارید، انسانگری ندارید، مسلمانگری ندارید. شما خودتان را آدم گفته گشتید، شما خودتان را آدم حساب میکنید. اوی نو آدم ها، همین زنک گپش شنیدید؟ زنک گفته ایستاده است من وقتی که مقامات انتظامی روسیه بازپرسی کرد همه گپ رو گفتم، رحمش اومده سر داد، جواب داد. همین گپ شما بس است. شما نه فقط این زنک، نه فقط این خانم، 10 نفر را مورد کوفتکوف جنایی قرار داده اید، بر روسیه به کشورها سپارش داده اید، خواهش داده اید، درخواست داده اید که آنها را بازداشت کرده به شما فرستاند. شما به خواست شما وقتی بعد سنجیدن حجت های شما فرستادگی
بعد سنجیدن حجت هایی که شما میفرستید همون پرونده جنایی که شما گناهکار کرده میفرستید وقتی که اینها بررسی میکنن چندین گفته های شما را رد کردند بعد از آن شما با پول دزدیده برده خریده شرم نمیدارید گوجای این کارتون قانونمندی است گوجای این کارتون پیروی از قانون است عملی کردن طلبات قانون است گوجای کار شما مردم سالاری است شما گرگ شده اید گرگ صورتتان آدم مانده است سیرتتان به تمام حیوان شده است حب مال دنیا چشمان شما را کور کردگی است حب منصب چشمان شما را کور کردگی است آدم بودنتان از خاطرتان رفتگی است شما به خاطر 4 تنگ پول نان حرامتان میخواهید تمام ملت بدنام شود تروریست دانسته شود اکستریمیست دانسته شود دخترانش تگی بغلی بیگانگان رفته خواب کنند تجاوز شوند حیف شما بمیرید از این روزتون بیناموس ها بمیرید از این روزتون شما ناموس ندارید ببینید خیتای 1,600,000,000 اهالی دارد 1,600,000,000 اهالی دارد اگر خطا نکنم تاجیکستان 10 میلیون تعداد نفرانی که در پایگرد قرار دارند در پایگرد جنایی قرار دارند از این خیتای زیاد است این تاجیکستان شما تصور میکنید این چی بیدادی است شرمتان کجا شد ناموستان کجا شد تمام ملت رو بدنام میکنید حالا یک زنگ از دست قبول کنید با اجازه محمد رجب السلام علیکم و علیکم السلام من رفته است آواز شما است بفرمایید اکنون ما چی گفتنی درباره این کانستیتوشن ما هزاران بار تجاوز کردگی فقط او کانستیتوشن برای یک آدم کردگی است که همون آدم یک شاه اطلاق باید منطقه یکان مردمی کانستیتوشن نه به نظر میگیرد نه به نظر میگیرد اگر یکان چیز باشد اون هیچ که اطاعت نمی کند مثلا این سخن مثلا پرزیدنت چه کار برید سیاست دولت خوش میشوید و چه مردم تو با سیاست دولت حق گپ زدن ندارد تو اگر گو که من مردم من خودم دیگر مردم گویم ای خدا تنها بودم دیگر همون سیاست پیش برد اقتصادیات گیرید ما یک دولتی قشاق کفو زده در همه جا من نمیدونم اون خروطا فرامد میکنن و میگوین که ما پیش رفتیم انا شبکت جان من آدم سالای 50 باور کنید سالای 50 آخر است همین تاجیکستان 1000 بار از حاضر تاجیکستان پیشرفت بود مردم نمیدونستن که نبودن چی است بعد من در سیستم کمونالی شهر دوشنبه کار میکنم اگر یک خانه یک روز بسیار میموند همون راهبر همون کارخانه که از همه اهمیت داشت از کار میگرفتن حالا تلاش خطی سیرت بود همه کس کار میکند همه کس رفتار میکند همین روز ببینید به تمام ملت امام علی رحمان برق نداده ایستاده است به استعفا نمیرود همین به استعفا رفتنی به فکر همین قهار محکم بود که بود از بالا شکایت میکنن که به کدام خوابگاه لامپوشکای کدام خوابگاه گران نشده است حکومت رو گناهکار میکنن لامپوشکای کدام خوابگاه دانشجوها گران نشده است باید حکومت به استعفا رود یک آدمی به سواد بود
ببینید یک آدمی سطحش بلنده این کس به تمام ملت برق نمیدهند در یادشان حتی به خاطرشون آورده نمیتونن که به استعفا رفتن در کار یا نه. اصلا کلمه استعفا رو استفاده بردن در این شرایط نمیخواهند که بشنوند کلمه استعفا را یا کلمه مثلا عرضه نوشتن به استعفا رو فرستادن رژیم یا حکومت. اونها بفرمایید. فرمایید برادر. بفرمایید. تاجیکستان هستید؟ احسان. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من با همین راستی با همین ظالم بدبخت گفتنی هستم که او بدبخت دعوا کرد که سبب شما کردین انقلاب شما تشکیل کردید. یعنی خودش به نام بیسوادی احمد یکمش که انقلاب ساخته شدگی بود و دیگه‌ش که شما همون شخصی هستن که همون ایدئولوژی که همون سرورتون خودش جاهیله سرورتون اصلا خودش نویسنده خونده گپ زده میتونه اگه حیفین شما چوپلوسو و البته انقلاب در تاجیکستان خیلی دیر شدگیه. در وقت 30 سال در پدانالت در 30 سال تو یک برق داده نمیتونی تو میگی که اوستا تو یک بار پدانالت چشمات بکشو که ترکیه در مابین 15 سال یکی در مابین 10 سال همی پرزیدنت ترکیه حضورش ترکیه را به کجا رسوند در مابین 10-15 سال. یا که خیتای همین خیتایی که در پیش چشم پدانالت سال 90 در همون تاریخ خیتای بخوان که در سال 90 ISL تراکتور میخرید. ISL تراکتور میخرید. حاضر خیتای کی خیتای چی شدگی که در همسایت های ازبکستانی که در همسایت های تو دور نرم ازبکستانی که همسایت های تنیگه که با چی چیزا مثلا مشغولیتی با چی چیزا مشغولی اگر کم تر سر قرقیزستان بله هواپیماهای بی سرنشین خریده شده است. بله تاجیکستان 30 سال شد یک تیر خریده است یا نه هیچ کس نمیدونه. نه در این 30 سالی بعد خونده نمیتونسته نویسه نمیدونسته. من همین حیران بودم در این 30 سال بعد اما عقل خونده نویسه نمیدونسته با برآمده گفتی خطاب مصلحت داشته. من همین حیران میشم این مرد عقل داره فراست نداشته باشه چه یک آدمی که نه نویسه میتونه نه خونده میتونه اومده برای نصیحت کردی که شما یورو گوش نکنین که یا دشمنان لیکن یک چیز دیگه ای که برادر ما خطاگی ما در همه که ما همه ظالما را همه بدبختا را مخمون به قوت کردیم. سببش مایم اساسا سببش مایم که بدبختا را باید کمتر گوشاشون کمتر گنسیل شدن در کاری که کمتر خون گنسیتی را زنده کردن در کاری که بفهمن که انسان چیه قانون چیه یا نمیدونن قانون چیه انسان چیه فکر میکنن هم دوی ولی تا ظلم کلیسن هم قانون شما مزگره ان شاء الله عید شما رو که شروع نار هستم ان شاء الله یار خونای گنسیتی ان شاء الله زنده میکنیم بعد نشون شما میتیم که قانون چیه و دولت چیه و سیاست چیه و پیشرفته چیه و به برقی چیه با برقی چیه زندگی کردن چه در کاره. سلامت باشین برادر. زنده باشین. تشکر. عبدالله کریایف از واتساپ زنگ زده ایستادند. خواهش میکنم اگر صدای من رو بشنوید بعد توسط استریمیارد وایرل شوید همینجا بحث میکنیم. برادرانی که سخن کردید برادر عبدالله اگر یگان گفتنی داشته باشید بفرمایید چون که شکایت ها بسیار شده است که به استودیو وارد شده نتوانسته ایستادند. برادر عبدالله یگان گفتنی هستید؟ البته اگر که کمی همون در مسئله هر قانون گفتنی بودم که سببی که خیلی که هم برادر ذکر کرد تغییرات سرقانون هر وقتی که در سرقانون و قانون‌های جمهوری تاجیکستان ضد مردم تاجیکستان قانون‌ها قبول کرده می شود در اینجا نه اینکه مردم عادی گناهکار است بلکه انسان‌هایی که دانشگاه‌های عالی را ختم کردن و
زیان اون قانونی که بر ضد مردم قبول کرده شده ایستاده است آن را درک میکنند و خاموش میایستند. انا این نفرهای زیایان مردم تاجیکستان یکم گناهکار هستند در این مسئله، نه اینکه ادوکات یوریست، حتی که ژورنالیست هایی که درجه تحقیقات این قانون ها را دارند حتی اونها در داخل تاجیکستان خپند. این سبب شد که آهسته آهسته مردم عادی به غلام یک رژیم و یک عائله تبدیل یافت و در عاقبت این نفرانی که خاموش بودند آنها هم از غلام های آزاد به غلام های زنجیربند یا که بی زنجیر آهسته چی شدند؟ مبدل گشتند. از برای همین باید که هر یک انسانی که علم یوریدیکی دارد یا که آن ژورنالیستانی که در مسئله تحقیقات اکسپرت هستند باید که کلی همین حکمهایی که زیر مردم قبول می شود آنها رو به مردم فهمونند که در این چیز خیر نیست برای مردم، بلکه مردم رو به یک چقوری میبرد، به یک ظلم میبرد، به عذاب میبرد، به یک روشنایی نمیبرد، زندگی مردم عادی خوب نمیشود. من همین را گفتنی بودم. البته که اینکه نه اینکه یک رژیم بلکه زیایان و انسان‌های دانشمند تاجیکستان در این چیز سهم دارند. از برای همین این رژیم امروز فعالیت دارد، زنده است و حتی که آهسته آهسته رواج یافته ایستاده است. از برای وقتی که ما حرکت میکنیم، وقتی که انسان‌های عالمان صاحبان علم حرکت میکنند مقابل این رژیم آهسته آهسته نابود میشود و مردم عادی هم آهسته بیدار میشوند. سلامت باشید. سلامت باشید عبدالله. محمد رجب دوام تید. زنده باشید. ما یک بسیار یک نکته های مهم ذکر کردن برادر عبدالله. واقعا ما مردم تاجیکستان، ملت تاجیک واقعا همه قشرهای چی زیایی باشد، چی ساحه اقتصاد باشد، چی سیاست باشد، یک کمی هم باشد سهم داریم در دیکتاتور کردن همین رژیم یا که شخصا رئیس جمهور امام علی رحمان. ببینید حاضر از رئیس محله ها تا رئیس حکومت همه غلام حلقه برگوش، همه چاپلوس، معلمش جدا چاپلوس، ملاش جدا چاپلوس، نمیدونم دکترش جدا چاپلوس، ژورنالیستش جدا چاپلوس. خیلی یک عدد خیلی کم چی در داخل یا چی در خارج سخن حق را میگویند و حقیقت را میگویند و یا که برای برپا شدن عدالت و حقیقت مبارزه میبرند. البته خیلی این ملت تاجیک، این مردم تاجیک خیلی شانس ها رو از دست دادن. باید که چند سال پیش اصلا خودی سالی 99 2003 2016 هم وقتای آواز بلند کردن بود، وقتی مظاهرات کردن بود، میتینگ کردن بود یا که تغییر دادنی صلح آمیز، مسالمت آمیز، مصلحت آمیز باید این حکومت را تغییر میدادیم. البته فکر میکنم من که فکر شخصی من است که این شانس ها را هم ملت از دست داد. ولی خیلی باید ما حرکت کنیم، کوشش کنیم و مردم بیدار کنیم تا مردم بفهمند که ما چی میگوییم، ما چی نیت داریم، ما برای چی مثلا آماده هستیم که همین رژیم رو تغییر بدهیم، همین زندگی مردم تغییر بدهیم و مردم حداقل عدالت رو در همین مؤسسه‌های حکومت جاری کنیم تا یک مسلمان باشد، در کدام حزب حرکتی باشد نباشد، یهودی باشد، مسیحی باشد، کسی باشد نباشد، در این وطن، در این ملت، در این سرزمین خودش رو غریب و مسافر حس نکند. یک گفته ای دارد، نمیدونم کدام شاعر بود، استاد لایق بود، کسی بود، میگفت که مقیمان دوشنبه گویا اندر غریبی اند. مقیمان دوشنبه گویا اندر غریبی اند. واقعا باور کنید بعد از 20 سال، 22 سال، 25 سال، شاید این پیشتر گفته باشند این شعر یا که این مثلا شعر، همین حالا درک میکنیم که ما واقعا
خانه تاجیکی نیست که به مهاجر باشد، خانه تاجیکی نیست که به زندانی باشد، خانه تاجیکی نیست که به عسکری مرده یا که مثلا مهاجری مرده یا که زندانی مرده باشد. ببینید اصلا میتوان گفت که مردای تاجیکستان یا در زندان هستند یا در هجرت مهاجرت مهنتی هستند یا در مهاجرت سیاسی هستند. اونهایی که در مثلا تاجیکستان هستند مطمئن باشید که یا کارگر حکومت هستند یا چه ربطی به خویش تباری به همین حکومت دارند. همه مردای ملت یا در مهاجرت مهنتی یا در مهاجرت سیاسی یا در زندان هستند. اینجا برادر سید اسحاق، قاری سید اسحاق بفرمایید اگر یک حرفی گفتنی داشته باشید بفرمایید. الو بفرمایید قاری سید اسحاق. مرش خاندودگی بفرمایید برادر جان. سلام علیکم. من سفرزود سید اسحاق نیست، سفرزود. بار دیگر سلام به همه شنوندگان شما. اگه ما برادر شوکت سلامی شما به شما برادر شوکت. اگه ما دویم هم یک پیشنهاد خطی برنامه شما داخل میشیم وارد میشیم. ما هم یک دو تکلیف داشتم. وقتی سخن گفتن ما فکر میکنم که کمتر اکنون گذشتگی ما باید به عمل بگذاریم. عمل یک دو پیشنهاد دارم. عمل همی که همی از همی سایت‌های شما، سایت‌های همی طرف‌های مخالف، رقم‌های تلفن، سراغ‌های الکترونی، تمامی وزارت کارخانه‌هایی که در تاجیکستان مسئولند همش با پیشکش همی خلق کرده شود که یگان کس هم نام رو رقم و الکترونی پشتا و چیزای همو رو نبدونه که بگذار همی خلق پریمای همو خطی یک علاقه کنن همو بفهمن که همی خلق چی سوز و چی گداز داره. این یک پیشنهاد طرفی چی همی چیزا یک بشوه اگر همی هر روزا مثال در روسیه و در چیزا هم همی سایت همی نمره پاسپورت و کنسولگری و همی چیزا رو هم اکثریت آدما نمیدونن. همین چیزا رو هم مقصد در یگان پریلاژینیا یگان همی تحت یگان افشور یگان چیز باشه که همین چیز دویم در دسترس خلق شود فقط ابنویت کردن بگیرنده همین چیزا رو نمره را تا همین رئیس بلکه نمونده بس نشه هم تو رئیس جماعت تا همین چیزا رو اگر بشوه خلق خودشون الکی همین کار مسئول شدگی خلق الکی بدور شدگی الکی همین خلقی که میفهمه همین چیزا کار بودستن. یک بعد دیم همی یک نقل همه چی را گوش کردم اگر امکانیت بتین هم را ما بگم با اوید یعنی چوپلوسو بسیار موافق میه خواستم که همی را در این برنامه برسون همی آدمو یک کمتر یک بخواه همی مفهوم سیاسی هم کمتر بیدونه شما همی یک پلنگی یک خر چی میشود در بحث میشود بعد همی خر میگه که علف کبوتایی پلنگ میگه علف سوزه ای بچه میگه نه اخی این سوزه خر میگه نه کبوتای خیلی همه بحث میشه میگه که بیا گوشت جورا پیش پوچو میریم چیزی که همو بگه تین هم میگه سوزه علف کبوتای خیلی بحث نمیشه بعد پوچو شیر بلای بعد هم پیش شیر میروان بعد همی شیر دن دو رسیده همی خر دو هم میگه هی شیر اینا میگه همی علف کبوتای همی پلنگران که است میگه علف سوزه خودت میدونی که همی علف کبوتای و شیر میگه هو بعد میگه انا خیلی میگه اگه خیلی که باشه همین پلنگ بفهمون اخی همین جزوش بتی اخی برای همین علف همتری میگه بعد شیر میگه که پلنگ تا یک سال از خان محروم خیلی بعد او خر اوس میکنه میروی میکنه بعد این پلنگ میگه ای شیر ای جوره اخی تو پوچوی اخی تو باید گپی روز بزنی اخی چخیل تو علفی سوزه کبود میگوی اخی طرف خر اخی میگه ای بکلا اخی این درس برای تو بود که با ابله به همین نقش وقت هیچ وقت بحث نکرد برای امیر نسبت همو چوپلوسایی که همو خد اگر ما دنیا که همین خیلی گپ زنیم رنگ همین خرن همین چی گپی که ما بگیم این گپ در و تاثیر نداره. التماس همین پیشنهاد ما را در همین چیزا قید بگیرین همین چیز بسیار مهمه همین خلق دسترس کنن خودشون همین به عمل بگذارن. رحمت برای وقت بسیار
سلامت باشید. سلامت باشید. سلام علیکم. یک دقیقه برادر جان، یک دقیقه اوزه. یک دو سه نکته در همین پیشنهاد این برادر گفتنی هستم. بسیار پیشنهاد خوب. واقعا تمام ایمیل آدرس هاشون آدرس همین مثلا مؤسسه های دولتی باید پیشکش مردم شود. ببینید همین خودش هیچ ما تیار نکردیم. مردم خودشون زنگ زده شدن، چی در روسیه، چی در اروپا، چی در دیگر کشورها که میگن همین مثلا مؤسسه های حکومت چی ایمیلشون آدرسشون مثلا پشتوای کد چیزی هست. البته این چیزا یک کمی میگیم که سیستم قدیمی هست. حالا مثلا همین شبکه‌های اجتماعی هست، مثلا اینترنت هست، این چیزا هست که میتوانید با آنها در تماس بود. ببینید همین چند کانال تلویزیونی اپوزیسیونی هستند، همین طرفدارای حکومت یا بگیریم که به اصطلاح چاپلوسای حکومت آزادانه می‌درآیند، سوال میدهند، بعد اکثر وقتا دشنام حقارت میکنن، تحقیر میکنن. حالا که در کانال و بگیریم که تلویزیون های اپوزیسیونی، آخه شما وقتی که اگر یک حکومت هستید، یک بگیریم که رژیم هستید، چرا شما در کانال در برنامه‌تون ما را دعوت نمیکنید یا که کارشناسا دعوت نمیکنید که مردم از همون کارشناسا سوال جواب کند، حق و حقوقش دعوت کنند مردم. رئیس مثلا پیمان ملی تاجیکستان یا که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در برنامه‌ها اشتراک میکند، آزادانه او شاه است، گدا هست، او بگیریم که تاجر است، او شفیار است، او دهقان است، چوپان است، کسی هست نیست، آزادانه میکروفونش باز کرده سوالش میتهد، جوابش میگیرد، مثلا تنقید میکند، حتی بعضی وقت کار به درجه میرسد تحقیر میکند. ببینید در کانال مثلا همین برادرای اپوزیسیونی هستند یا که در همین کانال مخالفین دولت تاجیکستان، مرحمت شما وقتی که اگر حق باشید، حقیقت باشید، مرحمت شما برنامه اشتراک کنید، شما برنامه سازید، شما تلویزیونتون رو باز مونید، شما در سوال و جواب رو با مردم، با ملت باز مونید. ما سوال و جواب داریم، ملت سوال و جواب دارد. بسیار پیشنهادهای خوب. واقعا اکثر وقتا به نظر میرسد که همین چاپلوسا، همین طرفدارای حکومت برای وقتی ملت تاجیک، وقتی برنامه‌های ملت همین تاجیک، وقتی همین برنامه‌ها رو گرفتن اشتراک میکنن، دشنام میکنن، حقارت میکنن. مرحمت ما تیار هستیم. ما بارها اعلام کردیم که در برنامه شما اشتراک میکنیم، سوال داریم، فکر و ملاحظه داریم، اندیشه داریم. وقتی که ما تشکیل کردیم همین کانال ها یا که مثلا همین برنامه ها رو، برای چی به احترامی میکنید؟ در بفرمایید. اگر یگان برادر دیگه هم گفتنی داشته باشن بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد رجب، شما خوبین؟ سوز باشین. الحمدلله. در برنامه ما شما را یکم بار میبینیم. خداوند همین خیلی دوام بکنین. مبارزی نو همچون لیدرstva شما را قبول میداریم. نگاه که من یک سخن گفتنی دارم و همین زیدی چاپلوسا نوم موندم. نگاه که من در فیسبوک، در یوتیوب میبینم همین برنامه‌ای که همین پیشوا پرستی و تعریف میکنن. خب در می چیزا میبینم ای بچه ای بای برنامه ای پیشوا شما میبینی که تا پیشوای 10 میلیون 25 تا پرسموتر داره، 2 تا لایک داره. همین در کدوم کتاب تغری میگره؟ ای چاپلوس های شیطان، مردم به حقل نیست. شما فکر میکنید که ای 100 سال پیش بابا مامای ما چخه زینه ما چخه اوخه ای بدبختو ما در عصر 21 یک وزی کیه اونمو یک در امریکا میخواه بروا مرسا ای خد کنه همون نامش یادم برد بو یک بدبختی دیگه که توکل به خدا بود. یک آدمایی که نه پرزیدنت نه یک حاکمیت داده زور نه یک بیزنسمن میخواهم بروا ای خد کنه. یا ما رو اومده میگه که ما 100 سال پیش سوید نداشتیم، حوزی کم داریم، شما شکرانه بگین. ای بچه
شما مایمون بازی میکنین مورا باور که یک علم آور ایده مورا یک گوسپند کد تو همون دوره اتمای رحمان یا ده مرده ده یک کلتر دادش خواهو گوسپند پیش میکده همین محاضر باید که گوه گوسپندی باشیم ده حق براست درست نمیدون برادر جون حق است درست است واقعا همین غلام یک دولت یک اگر تمام کرده باشید برادر جان یک گپ برادر گپ زد دیگه خیلی که نمی همین خمه گوی ای بدبختو ای دیوانو شما به عقلین چید ما 100 سال پیش سوید نداشتیم بابا و مامایمون ای بدبختو حوض عصر 21 آدما ماشین اختراع کرده که دیگه نه آب میخنه نه بنزین میخنه نه گاز افتاد بریر گرفته رفته سای ایو کادو نمیچی بود یه انار خدی صورت آدم کده ساند امیره پیشروی گفته سان بله اصلا اون میوجات و سبزوات و گل و گلکاری کاری یک رئیس جمهور یا که کاری یک رئیس پارلمان یا که بگیریم کاری یک رئیس حزب نیست او کاری هم دهخانه و بگیریم که چی هست باغبونا است مردم بخشش گپ همه برم ما ایزا میکشم که بین چند تا دولت همون شوست جمع شوه که بین همون شوست شانخایسکی ارگانیزاسیا برای در سنتر دوشنبه ایقا کادو و انار شلغم پلغم جمع میکنه بعد هم پرزیدنت های یک حال دولت فر میگردن ای بچه عیب یک شرمندگی بخدو او رئیس جمهورایی که تاجیکستان میبینن اونا همش بیسپلی و نیک ساختگی هستند مثلا اونا یک پیشروی های اقتصادی و سیاسی و عسکری دارن که اصلا عقل قبول نمیکنند اونا را بیاری چور کدو و بگیریم که تربوز و خربوز و بادرینگ و پمیدور رو رکلام کنی برای اونا خیلی واقعا یک مسخره بازی یک خودم نه اینستیتوت خوندم نه چی ما با همین بیسوادی میستم نگاه میکنم و والله قسم ایزا میکشم که نخو یک کشوری که ما بدل خود دولت ما 30 سال استقلالیت داریم تو برای خود کادو و تربوز خربوزه را تال کنی همواره یک 20 تا 15 تا پرزیدنت گرگرد همواره فرو بگرد ای عیب من ایزا میکشم ما با همین دهقانی خودم ایزا میکشم همین کار را بکنم بله درسته او دهقانی و چوپانی این چیزا عیب نیست مردم تاجیک اکثرتش یا دهقان هستن یا چوپان هستن یا معلم هستن یا ملا هستن یا بگیریم که اهل حالت رسمی که یک کشور یک دولت تو رسمیت قبول کردن او پرزیدنت او مثال پاشینیان پوتین لوکاشنکو شوکت وقتی پرزیدنت ما ازبکستان رفت заводи LG бурдаш, заводи Samsung, заводи самолот бурори, заводи мошин бурори бурд президенти мо рафтар гардон. Президенти мо чо мекуна? Иха кадура тал мекуна тамошош медрона. Ё мебара варзоб дачае ки худаш одих мекуна унҷара нишонаш мета. Дуруст. Бахто айб. Мо баъд бо чоплусҳо мебарад ки мо пешравӣ дорем, мо намечи пеш рафтесем. یعنی ای باشه روی چت یا خطی هم پیش روید. درست. زنده باشی برادر جان. انشالله اینجا دیگه برادر در خط هستن. سلامت باشید برای انشالله که امیدوار هستم که خودش در دست این گرگو این ظالمو بگیرن. نفر بعدی زنگ بعدی قبول میکنیم. فرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین موضوع درباره چی میره برای ما یک درومم دیگه تری زنگم زدن نفهمیدم. در ما هستید. برنامه امروزه در همین موضوعش همین بود که سرقانونی تجاوز شده یا که مظلوم ترین سرقانون همون روزی که سرقانون را قبول کردن امروز چند بار تغییرات و علاوه ها قبول شد، تغییرات و علاوه ها داخل کرده شد
فقط این به فایده همین اویلا همین رژیم و 30 سال پرزیدنت از 35 پایان آوردن. قانونی درباره پرزیدنت سال 2016 قبول شد برای پیشوای ملت قبول کردن رئیس جمهور و حقوق دخالت ناپذیری. بحث ما موضوع ما در همین باره. اگر یگان چیز گفتنی باشید بفرمایید. گفتنیم که خیلی قانون اگر ای تاجیکستان گو نه قانونش باوریده نه چیزا شد در همین 30 سال ما سوید نداریم. فقط این برزگو همین شگرانه کنین اخیر آورد یا استکان آب هم نشون موندد که خیلی همین آب بخورین بگردین شگر کنین. انا بعد بوزورات دیگه چیز نیوا بو یگون استکان خاک میوره میگه که همین خاک بخورین شگرانه کنین. ما گفتنیم که همین برزگو خودش شگرانه کنه که همین خلق مردمی توجیک 30 ساله همین خوگه ترپه دارن، طاقت دارن، نگه دارن. ما باید شگرانه نکنیم. شگرانه را این کسافت خودش کنه که 30 ساله مردم در بدر که در زمستان خنه روزی خیلی سوید نیست، مردم سوید نداره. این یک خوین ملت این چیز نیست، این نه قانون داره، یک دست نه که با مردم میبرویم میگه شگرانه کنین شگرانه. ما باید شگرانه نکنیم. ای کسافت خودت باید شگرانه کنی که همین خلق توجیک 30 ساله تره همین طاقت که استن ترپیت که استن. باید این خلق دفعش کنن. این دست دوره بالنیساش میره دست، ملیسا میره دست، مکتب میره دست، کجای دست نبوشه همش دست شده گیان. این خودش که دست دای همه را دست که گیای. انا که وزیر همین نشون مونده دست دای. فقط خوک بخرین شگرانه کنین بشینین. اینجا عیبی مردم های، عیبی خلق های. البته مردم هم از ندانستن حق و حقوق مردم، حق و حقوق کنستیتوسیونی مردم استفاده کردن اینا. البته 100% مردم گناهکار باید، یعنی نباید که از حق و حقوق دانستن مردم استفاده شود. ما وجود شما تو یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم، بعد از آن دوام میدیم. شما برادر مدیراتور هم زنگ واتساپ خوش کنیم. بفرمایید برادر. زنگ واتساپ گفتن یک زنگ در واتساپ هست. اگر نباشد بفرمایید برادر. اینجا پاریس ها هستن. اگر خطا نکنم بفرمایید. خیلی برادر ما همین را گفتنیم که خیلی همین 30 ساله عذاب. بله دوستان زنده باشید برادر جان. فکر شما رسید. انشاءالله که سلامت باشید برای فکرمندی، برای بیداری. انشاءالله که امیدوارم که ما را دستگیری میکنید و ما هم انشاءالله که حتما چنین استطاعت شما را دستگیری میکنیم. هیچ وقت ملت به تنهایی کاری کردن نمیتواند و مخالفین هم باید اعتراف کنیم که مخالفین هم تنها کاری کردن نمیتوانند. باید هر چیز زودتر مردم زیرکی سیاسی، فهمیش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مردم بالا برد تا بفهمند که همین رژیم، همین شخص مردم تاجیکستان را فریب دارد، نیرنگ دارد، مثلا ظلم دارد. زنده باشید برادر جان. انشالله زنگ بعدی نفر بعدی قبول میکنیم. برادر مدیراتور. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوز خوبه برادر. سلامتی سوز. زنده باشید، سلامت باشید.
الله صف شما را ایرم زیادتر گردونه. هر بار یک محافظی نو میبینیم خیلی خرسند میشیم. انشالله که پیشروی های ما الله همه مبارزه را در پناهش در پشت پناهش نگاه داره و رحمان با آیلش و حکومتش و چاپلوساش نیست نابود بگردونه. زنده باشید. برادر جان یکم بار 2 رکعت نماز خونده دعا کردین در حق همین رژیم؟ من هر یک نماز دعا میکنم. الله یا توفیقش ده یا برداشتش کنه. سلامت باشه. درباره این موضوع امروزه مثلا سرقانون تجاوز شده هست یا که مثلا مظلوم ترین سرقانون دنیا چی فکر اندیشه دارید در همین موضوع؟ ما همه چی مونه همه سرقانون تا قانون همه آخر که حقوق مردم حق خوش دفاع کردن نمیتونه تا همه را تجاوز کرده. نه آزادی بیان، نه یک سخن حق، نه یک پیشروی. با نوع یک از جبر آمده با بوی مو سوید نداشت نیسته یکون چاپلوس همیجا اون رفت او کارش برداشتم. آخه بدبخت به عقل غیر تاجیکستان در یگان جای دنیا تپه گلاو نمیکنن. شرمنده شما که یاد میگیره ساخت دولتداری را خب بس بدگیست 30 سال شد نه برق دارن. یک سویت در او پاره از ما ای دریا او پاره جنگ میره در افغانستان همسایه کشور جنگ زده میگه سویتی وای شوروز هست. ما با گیس ایخ ما 60 گیس داریم یک سویت عادی را بمون نمیتیم. حق قانونی. ولی یک زنگ از واتساپ اومده شده است محمد رجب قبول کنید. بفرمایید قبول میکنید. زنده باشید برادر جان. فکر شما رسید حتما ان شاء الله که یک روز این ملت بیدار میشود. این ملت ان شاء الله قیام میکنه. زنده باشید شما. یک زنگ در واتساپ قبول میکنید. الو الو نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. هستید؟ الو نفری که از واتساپ زنگ زده شدید ما شما رو گوش کردنیم. الو صدایتون بسیار مشوش است. گپ میزنید؟ بسیار خوب. برادر سعید اسحاق بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادران و مشاهده کنندگان محترم. بسیار برنامه خوبی رو پیشکش کردید. والا اسمش هم کمتر دغل باشد بسیار موافق تجاوز کانستیتوسیا. ولی من قبل از اینکه در مورد این چیز بگم میخواهم در مورد پیش از آن که مردم صحبت کردند و در مورد ظلم رحمانوف گفتند در مورد ظلم یک معلوماتی میگویم. سپس در مورد کانستیتوسیا هم یگام چیز میگویم اگر اجازه بدهید. در مورد ظلم و ظالم خیلی که برادران بسیار از حکومت امروزه رحمانوف از روند حکومت امروزه بسیار شکایات و گله ها نمودند از کمبودی هایی که واقعا کمبودی های اساسی که امروز برای مشکلات برای مردم مشکل اساسی شده است. مردم بسیار گیله‌مندند. ولی در مورد همین ظلم و ظالم بیاید یک بار مردم عزیز ما یک بار به خود بیاییم. چون همین میخواهم اینجا خوله مریمبی رو مثال بزنم. مردی و مردانگی و مسلمانی و با ناموسی و ایمان رو از خوله مریمبی بیاموزیم که با تمام جرأت کامل ایشان گفتن که بیایید با یک اراده قوی همه با هم تو که منتظر میمونیم و تماشا میکنیم این خانواده نامحترم با این تا این اندازه ظلم رو بر ما روا بدانند. ما همین گونه دست بالای دست سکوت کنیم و نگاه کنیم. واقعا بیایید یک درس عبرت از یک زنی که 86 سال سن دارد هرچند با چهره خود برآمد نکرد. من مطمئنم که دیگر پروایی نه زندگی دارد نه مرگ که در آینده فشار بیارن. دیگه پروای این چیزا ندارد و فکر این رو هم نمیکنن که روز ما رو بیایند و دستگیر ببخشید اون کس با چهره خود برآمد کردنی هستند اما
متاسفانه به این بله من همین رو میخوام بگم. یک زن 80 نتوانستند فقط از واتساپ توانستند. بله اگر با چهره خود هم برآمد کنند من فکر میکنم که هیچ ترس و ایبایی ندارد از این حکومت ظالم امروزه. هرچند میدوند که هر کار را بخواهد در مورد هر کسی میکند این حکومت، چون ما شاهد بودیم که در مورد پیرمرد مبارز سیاسی بابای دونه چی کار را کرد. او را برده روانه زندان نمود و با طعنه خودش باز اون را آزاد کرد بیا که این را رحمانوف بخشیده است. ولی در مورد این ما میخوایم در مورد ظلم بگوییم که کسانی که ظلم میکنند و کسانی که ظلم رو میپذیرند بر بالای خود، کسانی که ظلم رو بر بالای خود میپذیرند، تحمل میکنند و از حق خود حمایت نمیکنند، بدانند که گناهشون کمتر از ظالم نیست. همون گناهی را که ظالم میکند در حق مظلوم، انا همون مظلوم هم اگر سکوت بماند و از برای خدا از حق حقوق خود و از شرف و شأن و شرف ملت خود حمایت نکند، قطعا بداند که فردای قیامت نزد خدا همچون ظالم جوابگر است. چون یکی از بزرگان انقلابی چویرک باشد به فکرم میگوید که اگر بخواهی که یک قوم رو بشناسی اول ببین که شرف دارد یا نه. امروز حکومت رحمانوف با همراه رحمانوف خود به همراه خانواده و همراهی تمام همدستانش ما دیدیم که هیچ شرف و ناموسی ندارند. حالا شما قبلا در شروع برنامه گفتید که چیزی حق ملت رو بر حرام میخورند، بر شکم حرامشون فرو میکنند. بله این حرف درست است. بهانه و دلیل اونها این است که چیزی حرام بر روده حرام میرود. این هم یک دلیل خوبه برای اونها خواهد بود. ولی من میخواهم بگم که تا شخصیت های با صلاحیت و مسئولیت شناس رو و اداره های دولتی بخصوص در رأس دولت نگذاریم و شهروندان در حیات سیاسی اشتراک نکنند، ملت کامل و موفق و مؤثر نخواهیم داشت. نخواهیم داشت. ولی امروز همه این کارا، این حرفایی که ما میگیم، حکومت و مردم و کسانی که از پیروی از این رحمانوف میکند برعکس این رو میکند و هیچ گونه شرم و ایبا و به قول چریوک هیچ شرف ندارد. ولی در مورد کانستیتوسیا که امروز در تاجیکستان به قول حکومتداران، حالا شما در شروع برنامه سخنان رحمانوف رو در این مورد گفتید، همش دروغ بود، دروغ‌های شاخدار بود که رحمانوف اینها رو گفته است در مورد تعریف کانستیتوسیا. این چون اگر ما آشکارا بگوییم نه سعودیه در تاجیکستان حق مستقلیت دارد و نه یک رئیس و حتی نه یک رئیس جماعت. کانستیتوسیا که امروز در تاجیکستان است، همین سرقانونی که میگیم در تاجیکستان است، هیچ قوه قانونی ندارد و این بسیار معنیش عمق زیاد دارد. چرا هیچ قوه قانونی ندارد؟ چون که همین سرقانونی که در تاجیکستان این را ترتیب دادن، این برگرفته شده از بسیاری سرقانون‌های دنیا، بخصوص از سرقانونی از کنستیتوسیای روسیه اینا جمع آوری کردن. بخصوص که مرحوم رئیس رستاخیز اسمش چی بود، طاهر عبدالجبار در اینجا سهم گذاشته بود. بله در این سرقانون سهم خود را گذاشته و بسیار قانون‌های خوب و مفید پیشنهاد کرده بود که اون رو هم با اکثرش رو قبول نکردن. اگر ما بخواهیم معنای واقعی تجاوز به سرقانون رو بگوییم، این است که تجاوز سرقانون یعنی اینکه محمد علی حیید رو، استاد محمد علی حیید رو به عمرآباد روانه زندان کردن. چرا؟ چون که استاد محمد علی حیید یکی از رفیقان و قدردانان نزدیکی طاهر عبدالجبار بودن و به شک سهم استاد محمد علی حیید در سرقانون گذاشته شده است. به هر حال من دچار یک مشکل شوم و یک کاری رو، پروژه رو بخوام بکنم، مثلا شوکت محمد رو میشناسم، از او کمک میگیرم یا نه؟ قطعا من از اون کمک میگیرم. مثلا یا که محمد رجب شاهمی رو میشناسم، معلوماتی داشته باشه در این مورد و من بگید. قطعا استاد محمد علی حیید این گونه با استاد مرحوم طاهر عبدالجبار همکاری نموده است و این رو به انصافانه هیچ کس در هیچ جای نگفته است که سهم کامل استاد محمد علی حیید در سرقانون وجود دارد. چون من این رو بدون تحقیق نمیگویم، من از قانوندان ها این رو پرسپارس کردم، تحقیق کردم، بعد این رو در اینجا میگویم. به هر حال حکومت ظالم امروز به هیچ گونه کورپوس های دیپلماتی هیچ اهمیت نداده است و به سوال های هیچ کدام اونها هیچ پاسخی مشخص نداده است
و در چارچوب قانون‌های سازمان ملل هیچ گونه عمل هم نکرده است، چون که پرونده زندانیان سیاسی تو با کنگرس امریکا و تو سازمان ملل رفت. سازمان ملل هم بخصوص برای استاد محمد علی حیات 6 ماه مهلت داد حکومت تاجیکستان رو که این رو آزاد کرده شد. اگر حکومت تاجیکستان واقعا دموکراتی می بود و با سرقانون خود عمل میکرد و در چارچوب قانون‌های مللی و سازمان ملل پایبند می بود، در همون وقتی که سازمان ملل این قرارش رو برآورد همه زندانیان سیاسی رو آزاد مینمود. ولی اگر خب اگر وقت کم باشد من زیاد گویی نمیکنم، با دیگران نوبت بدید. من اینجا با داخل جملتون رو تمام کنید بعد نوبت رو با دیگران میتیم. بله همین رو باز میخواستم بگم که مثلا سرقانونی کشورهای اروپایی از امپریای روم برگرفته شده است که امپریای روم هم اون چیزش پدری همون سرقانونش کوروش کبیر بود که بعدا آمد همین سرقانون اروپایی هم با در ادیان مختلف با وجود ادیان مختلف و مذاهب مختلف در سرقانون همین هم تغییرات وارد کرده شد، ولی نه اون گونه تغییراتی که رحمانوف در سرقانون خود تاجیکستان وارد کرده است که هر چی را بخواهد در زیر هر یک بند علاوه میکنند. مثلا پیشوای ملت اگر یک خطا کرد هیچ گونه جوابگری کشیده نمی شود. نمیدونم خانواده او چی ظلم و چیزا رو روا میدونند، هیچ کس حق حرف زدن اونا ندارد، برای اونها هیچ گونه شکایت کردن ندارد و ظلم اونها هم آشکارا هست. ولی ملت عزیز ما متاسفانه ظلم پذیر شدن و حرفهای کنشگران و فعالان جامعه هیچ اعتبار هم بعضا وقت نمیدهند. سلامت باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. صبوری بفرمایید. اعلام به دوستان به نفرانی که سخن کردن میخواهند حالا اینجا بگویم که برادران عزیز، خواهران گرامی، کسانی که با سیمای خود برآمد میکنند با آنها اولویت داده می شود و بدون نوبت با آنها سخن داده می شود. صبوری بفرمایید. میکروفونتون رو فعال کنید صبوری. صدای من داریم؟ داریم، بفرمایید. سلام و درود به تک تک مردم تاجیک و به تمام بینندگان شما و به مجرمان برنامه های شما که شما دارین زحمت میکشین در این شب سیاه و سخن حق دارین به مردم میرسانین و گفتنی هستم که خداوند بر آن ملت سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویش، بر آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران پیش. و اگر یگان سوالی داشته باشین، من سرشوی برنامه شما نبودم، اونقدر اطلاعات کامل ندارم از موضوعتان، میخواستم که به فرمایش خود جواب بدم اگر اجازه بدید. خب سوال که پیدا شد حتما به شما که پیدا شد نوبت میدیم، حتما سخن میکنید. زیدی مولوی بفرمایید. الو زیدی مولوی، میکروفونتون را فعال کنید لطفاً، بفرمایید. هستید؟ خلق هستید؟ خلق بفرمایید. خلق هستید؟ ولیف مقصود. ولیف مقصود هستید؟ کسانی که جواب نمیتونن پایینشون کنید لطفاً تا جای دیگران رو نگیریم. ولیف مقصود هستید؟ سعدالله هستید؟ خوب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه حضورین گرامی. خوب موضوع تجاوز سر قانون را کمتر سخن میکنم، کمتر وقت ندارم میبرم. مثلا ما مردم مسلمانیم، ما را باریشمون تجاوز کردن، زنای به سطر زنامون تجاوز کردن، بعد مسجدامون محکم کردن، ملاهامون را کشتن، مردم خب کرد و حاضی مردم برآمده برای شکمش دودوی کردسته، برای شکم که گشنه موندوجه مردم جو خوردسته و گفته چون که او بخورین مردم برآمده دودوی کردسته.
بعدا گفتنیم که همین حاضی سببی همین آمدیم همینجا چسبیدنمون همین که وقتی که ما برای اسلام و همین آدم کم ترک هم در دلش ایمان باشه چی باشه خب نمیشینه که ما خب کردیم حاضی برای شکم برو آمدیم خدا ایزا نکشیده عاقبت گشنه موندن برای شکم برو آمدیم گپ زدیم اینجا اومده چسبیدیم برای که جسارت تاجیکستان گرفتگی الله جسارت تاجیکستان گرفتگی کسی جسور بود مرده یا ظالم کشتهشه یا ترمه دای درست سببی آمده چسبیدن ما اینجا اینمی برادرو من تو بخدا خداوند حفظ کنه وارد شده بودن برآمدن چی شدن برادر کولو بسیار اگر مرا میشنوید عذر ما را قبول کنید من نتوانستم به شما نوبت بدهم کایها باز انتظار بید لیکن یک کلمه از یک جمله ازود کرده شما را به مردم خدا میرسونم برادر اگر وارد نشدید استعفا امام علی رحمان برادر میبرویند تنها به خاطر همین حرف رو گفتن نیم ساعت و یک ساعت نوبت میپویند همین یک کلمه رو میگویند خارج میشوند استعفا امام علی رحمان انصاری بفرمایید انصاری هستید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و رحمت الله و برکاته. کار شوکت خوب هستی؟ سلامتت خوبه؟ تشکر به شما. بفرمایید. زنده باشید اکا جان. در حق ما دعا کنید راستیگه ما بیمار هستیم. شما هم دعا کنید برادر عزیز. انشاءالله خداوند پیروز ما بگردانه. زنده پیش حضرت جان. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. سرمایه باشید. تشکر. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو. الو. سلام علیکم. سلام. و علیکم السلام. اکا ما این برنامه شما رنگ بزنیم مقصد خیلیتون یا گپ زنیم. معلش گپ زنید برادر عزیز. خواهش شما اکا گفتی گپو بر مقصد با سواد گفتی گپو تجربه داریم مقصد تحصیل کردگیم ما جمعی جنجالی که در وطن شد مقصد کمتر در نتنجو مقصد جنجال مقصد و قدر خختان میدونی وضعیت تاجیکستان مثلا ما مقصد همون وطن نه با فدراسیون روسیه آمدیم راستی برادر اگه با آمد کورسنی آمدیم تاجیکستان زنگ زده شدید بله انی قصد تاجیکستان زنگ زده مقصد که ما با نه ما از فدراسیون این کدام فدرات روسیه یا کامچاتکا هستید کجا هستید که این صداتون کانده شده میبیه در چلیابینسک مکه جا کانتر برانگ هم تاجیکستان سیازوش ناخوب است نه مقصد سوال ما اکا میدونه چیه؟ چی است؟ الو بفرمایید برادر گوش میکنم گوشم به شما برادر عزیز بفرمایید مقصد گپ زنید مقصد همین تاجیکستانی ما مقصد همین چند سال حیات خودم میدونم که مردم ما همین وقتی با بیام و مقصد همین باید دیگر ما بخیلگری داریم برای همین برگام مقصد ما نمیرست جانی گپا گفتید درست مقصد دیگر حکم یکی نمیشو مقصد چندین جا میرفتم مقصد میپرسن تا یک جایی ای فلان جا نه در هر یک مقصد تا حتی ما در جای قراوگیری ای کجا آمدی مثلا نیمی از حرفایتان شنیده نمیشود به خاطر احترام تماشابینان
من مجبور هستم شما رو خط کنم. انشالله که یگان وقت دیگر با یگان موج درست به علاقه برآمدید در برنامه خواستید اشتراک کنید، حتما به شما نوبت بدیم. انشالله گفتنی هایتان رو خواهید گفت. برادر عزیز ولی مقصود بفرمایید. حکومت دروغگوی استعفا. تمام؟ بله. تشکر به شما. دیگران رو پیوست کنید. بهادر، وطندار. سلام علیکم اکا شوکت محمد. سلام رحمت الله. خوبیت اینجا اکا؟ ولفن خوبه؟ الحمدلله بفرمایید. اگه یک خطی یک گفتیم صحبت کنیم ممکنه؟ معلش برادر بفرمایید. همون یک همسایه داشته محمد رجب یک دو خانه پایانی و تنبه است اکو؟ نفهمیدم. یک بگم همسایه داشته محمد رجب یا داره یک دو خانه پایان. همون را دخترش تجاوز کردی گریختی، ای خدا نترسیدی تو؟ بدون تحقیر برادر. تحقیر نه، همین شفقت خودش میدونه ما کی را گفته استم، نغز میدونه. بسیار دختر را تجاوز کرد گشت. همین محمد رجب؟ همین شفقت محمد. فقط تو گم نمی، قدم شفقت گپ زده استم. قدیم من گپ زده استودی؟ چی شده است؟ یک نقص کرده بگوید چی شده است؟ اکو شما خودتون حق گوی میگیرید، بهترین شخص میگیره یک بار برای خودتون اکو بیوگرافیتون نقل کنه که این قدر دخترای مردم نه پیره بیواد نکه قد نکه دخترای مردم تجاوز کرده، حق مردم خورده، یک بار خودتون برای گپ زنه کو. و نام همه دخترش تجاوز کردگی پدرش نامش چی بوده است؟ من خیلی نامش گفتم. ها گفتی با ادرس که با گپود میگریزی. اینجا محمد رجب گفتی. اینجا محمد رجب نه محمد رجب نامشو. من همسایه محمد رجب ندارم. دو خانه پایان دروغ نگو که بیا کی روز که نگریز. این روز که ای بالای تخت سفید گپ نزن. هفت خونه اصلا من همسایه محمد رجب ندارم. دفشم بسویم در قشلاق هم محمد رجب گفته که آدم وجود نداره. روز سفید شرمنده. نمیدوند که خیلی دروغ و تهمت و بهتان بزند. شوکت اجازه است من ایلاوگی اگم چیزی بگم باز؟ بفرمایید. ولی اون برادر گفتن که رحمانوف با سطر زنای ما تجاوز کرد، به حقوق زنای ما تجاوز کرد، اون رو نمیگند برای شکمتون. همین تجاوز بر سرقانون، این بر همین در سرقانون آزادی وجدان، آزادی بیان، شان و شرف ملت، فعالیت همه گونه احزاب این در همه قانون بند اومده است. اگر همین رو هم که اهمیت دید ما همین بالکل گفتگیم همین معنای همون رو میرساند که بر تمام مردم تاجیکستان بر تمام کار و فعالیت و بر همه چیزش یعنی تجاوز کرد. ولی این مردم خود به هر حال بسیار تشکر جدا کردن گفتن. ولی یک چیز دیگر رو میخوایم بگیم. بر نویسنده سرقانون گذاشتن در گوگل، اسمش رو هم گذاشتن که نویسنده سرقانون امام علی رحمون. شما یک بار گوگل رو ببینید واقعا نویسنده سرقانون تاجیکستان کی است بنویسید امام علی رحمون میبره. ما نوزدین دیدیم بار اومدیم همراه دوستان. یک شرمندگی نیست واقعا. این برادر میخزد میگوید که تو دختر فلانی رو تجاوز کردی. ما محمد رجب گفتنی همسایه رو نمیشناسید. آخه این فکر نمیکند که شان شرف داشته باشی اگر تو این اندازه ملت رو آشکار تجاوز میکنن. هر روز روز من دیدم همسر محمد علی حی در رادیو آزادی برآمد کرد، گریه و آه و فیغان کرد. صدای یا للمسلمین او رو اگر کدام مسلمانی نشنود و والله قسم به قول پیغمبر مسلمان نیست. یک مادر وقتی آه و فیغان و ناله او رو میکند، پیغمبر میفرماید که با معاذ خطاب میکنه یا معاذ اتقی دعوت المظلوم فلیس بینها و بین الله حجاب. میترس از آه و فیغان مظلوم که بین مظلوم و خداوند هیچ پرده و حجاب وجود ندارد. اینو حداقل از خدا نمیترسن، شرم نمیکنن. این با انسانای دیگه شریک میدونن. همین اینها یک خاراکتری عجیب دارن. همین نفر چند پیش برآمد کرده بود در همین برنامه ما. همین نفر گفته بود که
تو کوچه مردم خانه خودت به درآورده گرفته ای شر نمیداری؟ باغ رو گرفته بود چی گفته بود من دیده بودم یعنی با باغ خودت همراه کرده ای شر نمیداری؟ همین خیلی گفته بود. حالا که در همین زادگاه من اگر گپ زده شده باشد، هم دیاران من اگر همین صدای من رو میشنوید، یک بار من به یکایک شما تشکر میکنم، به هر یک تک شما نفر شما تشکر میکنم که حالا بگویم همه شما رو رفته مجبور میکنن، دوامش رو نمیگویم، اما به یک تک شما تشکر میکنم. این یک. دویمش همین همدیاران من، اونهایی که در دهه‌ای که در اون من تولد شدم، کلان شدم، مکتب خوندم، مکتب ختم کردم، یعنی خانه پدریم است، خانه مادرم است. تمام همدیاران ها میدونند که ما از حساب باغ خودمان، از حساب خانه خودمان به کوچه جا داده کوچه را وسیع کرده ایم. حالا این نفر مرا به تجاوز دختر همسایه گناهکار میکند. تمام حق همسایه‌مون میدوند، همش دختری به من موافق داشت. هم اکثریت همسایه‌مون دختری داشتن که به من موافق بودن. به یگان نفر دختری همسایه چشم لاکرگی نیستم. به یگان نفر دختری همسایه، نفرانی که نامشون رو به بسم الله میگرفتن، جزاشون رو میگرفتن از جانب ما. از تک همسایه های ما رفته پرسید، از تک همسایه رفته پرسید. اینها برعکسش رو میگویند. بله. تو برو اگر برو در همین گرد اطراف خانه پدر من بکاف که یک خانه اصول، دو خانه اصول محمد رجب گفته که آدم وجود دارد یا ندارد. این یک خانه اصول، دو خانه اصول نه، 7 خانه 7 در اصول برو که محمد رجب گفته که آدم رو میابی یا نمیابی. این یک. دویم از همسایه های من رفته بپرس که ما چگونه آداب داشتیم، چگونه اخلاق داشتیم، با همسایه ها چگونه مناسبت میکردیم. تو یک بار رفته بپرس، انصافت را خاک خورد، آدمگری را یاد بگیر. برادر شهود حالا میشود شوکت جان میشود شما عصبانی نشید، چون اینا من عصبانی نمیشم، عصبانی نمیشم، برعکس اینا وظیفه دارن. اکه شوکت از بیچارگی اینها حیران میشم. اینها چنان بیچاره اند، چنان پست هستند که میخواهند با تهمت انسان رو از موضوع بیرون کنند، یعنی به عصبش کار کنند. و مشکل شما کوشش کرده ایستادید با تهمت تمام نخبگان ملت را پشت پنجره زندان کنید. شما کوشش کرده ایستادید تمام فرزانگان ملت را پشت پنجره زندان کنید یا سربگذشت کنید. بس نیست، بس نیست. بفرمایید. اوکی شوکت، اینا یک گروهی هستند به نام فرمای جواب در یک قله. اینا همیشه سفارش میگیرن تا یک ماموریت را انجام بدهند. ببینید همین شخصی که همین تهمت ها رو زد حتی حاضر نشد رسمی خودش رو نشون بده، چون از حکومتی که به اون سفارش میدهد برای اون غلامی میکند هیچ باوری ندارد که فردا از حق و حقوق او حمایت میکند. چون که میدوند که فردا ملت یک تجمع برگزار کنند در کشور، یک انقلاب برپا کنند، اینها رو تک تک میکوبند و قصد خودشون رو از این چاپلوسان میگیرند. ولی بیاید چاپلوسان، بیاید اگر از برای خدا همین کاراتون رو بس کنید تو اینکه پیر نشده نمورید، چون اگر در سن پیری پشیمانی شد هیچ فایده برای شما نداره. چون که پیغمبر میفرماید اشد الناس ندامتون عند الموت، بدترین مردم کسانی هستند که در هنگام مردنشون اظهار پشیمانی میکنند. رو بردن گرفت. بله بفرمایید. بفرمایید. بله تشکر. خیلی ما همینجا هستم، اگر سوالی باشد دیگران نوبتی. سلامت باشید. نفر بعدی کی هستن در نوبت؟ فرمایید برادر. الو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
استعفا لعنت کرده الله امام علی رحمان، استعفا لعنت کرده امام علی رحمان. درست. برادر جان درباره موضوع یگان فکر نظر و اندیشه دارین؟ اوکی. زنده باشید برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه کسا خوبه اینجا انشالله. سلامت باشید. بهترین. راستی گپ موضوع رو نمیدونم، موضوع درباره چیه؟ موضوع درباره برادر جان سرقانونی تجاوز شده یا که مظلوم ترین سرقانون، برای که 2 روز 3 روز پیش 6 نوامبر روزی چی بود؟ روزی کنستیتوسیا یعنی سرقانون جمهوری تاجیکستان بود. به همین خاطر بسیار یک موضوع خوب انتخاب کردیم که در همین یک بار نگاه کنیم در همین تاریخ سرقانون چند بار تغییرات و الوه ها در آورده شد و این تغییرات و الوه ها با فایده کی در آورده شد و آیا همین سرقانون میتواند حق و حقوق مردم یا که مثلا حق و حقوق شهروندان را از شهروندان دفاع کند، از نفران مظلوم دفاع کند؟ در همین موضوع اگر یگون گفتنین باشید بفرمایید. خب بهترین، من موضوعتون فهمیدم. من اولا یک سوال دارم شما را اگر اجازت باشه من سوال ما بدم جواب بگیرم و ان شاء الله در سوال شما پاسخ میدم. خوب برنامه را ساختگین. در همین برنامه شما اکای شوکت جان سلام علیکم. در همین برنامه توجیکا شدگین. همه برنامه ساخته توجیکا هستن در اروپا. خوب که مسئله همیه که از دو جانب بحثا میروه. شما در مسئله سپرادلیویتی سودگین یعنی که حقوق، یعنی که شما میخواین که به مردم آزادی را نشون بدین. ما در شما آزادی را نمیبینم. بین شما بین مردم تاجیک فقط کنفلیکت رفته است. یک خدمه برای اگراجات میکنین که چوپلوسا را میقپن، اقیمینن اخو میکنن. اخی من حیرانم شما در کدام از کدام قانونا گرفتگین گپا را شما در کدام سپرلیویتی رفته استین که میبروین این چوپلوسا این بحثه. وقتی شما برنامه موندین بخوای نخوای قطعا بحث میشوه. اون معنی نداره که اون تاجیک است، تاجیک زبان است. شما از نوع یگان چی اگر فکر کنید فرقیت ندارین. پروسه در بین دشمنی ملت تاجیک رفته. شما بعد دیگر ملت در اینجا کدامی که در خارج کشور است مردمی که از تاجیکستان با شما صحبت میکنن اونا برای شما چوپلوسن. اینو انسانای خوب کسی از پشت شما گپ زند انسانای خوب. این چخیل سپرلیویتی من هیچ نفهمیدم. چخیل بحثه، چخیل شما میخوای که در مردم اثبات کنه که شما در حقی. مرا جواب این چیزا رو تمام کرده. اجازه هست؟ اجازه باشه یک نکته ذکر میکنم بعد برادر عزیزم دوملا محمد اقبال اومدن واسه باز بهترین جواب رو میدن. برادر عزیز شما همین شب رو از روز تا چند اندازه فرق میکنید؟ انا محمد اقبال فرق میکنید. نه اوکی چند قدر شما اون شخصیت اومده میگه که اکای شوکت شما دختر فلانی رو تجاوز کردید و شما هم خیلی بیان بگوین که یک مثلا نوزنبیل خودم رو تجاوز کرده بودم. این مبارزه ما فهمیدیم. همین رحمان برای ما منبر داد ما صحبت بکنیم. برای شما در مبارزه در خارج کشور برادر از این هرزگویی کنی و بعد هرزگویی کنی هر حرفی که از این اتفاق میگیم برای این مبارزه گوش کن. برادر شما فکرتان بیان کردید من این حدیثا گپ زنم. تو سوال تا گفتی یا وقتی بزرگ ما گپ زنیم. مبارزه است. مبارزه در دایره فرهنگ میشه، در دایره آدمگری میشه، در دایره سیاست میشه. یک کس اومد نویسون چی تهمتا مثلا به دوملا محمد اقبال زد گفت این خیر است اون خیر است. امو رو اگر بیار اوکی دغلی بعد میشه خواهرش رو محمد اقبال از نکاح کنه دوگانیگ میزوید اوخای طوری درجه هم نیست آخه که ما باید بیایم هر حرفی که از دهانمون بیاد حرفای شاعرانه بگیم
به شعورانه معلوم می شود که رحمانوف خودش همین خیلی است که همین خیلی فیک ها را رای میکند، همین خیلی اعضای فرما جواب شما میکند، همین حرفا رو میزند. معلوم است که خودش لواطه است. برادر عزیز چرا شما هرزگی میکنید؟ در اروپا نشسته، ما در تاجیکستان تا وقتی بودیم اعضای قانونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودیم، حرفمون رو راست میزدیم. اگر شوکت ضبط استاد محمد علی حیدر را داشته باشه برای نسبت حکومت چی گفته است؟ ما در تاجیکستان این حرفا رو میزدیم، ما یک حزب فعال سیاسی بودیم، از هیچ کس هم ایبا هم نداشتیم غیر اخدام. چرا شما از پیش خودتون میگید که شما در اینجا نشستین حرفا رو میزنید؟ اگر اعضایان حزب نهضت اسلامی در وقتش ترسو بودن، مثل داملا قلندر استاد سید عبدالله نوری، اینا نمیرفتن حزب تشکیل کنن بر علیه حکومت همون کمونیستی همون وقت که امروزه باقی مانده اونها آمدن از کمونیستا بدتر منافق شدن، ملت رو تا این درجه به چالش کشیدن، خار و زار کردن، در بدر کردن. همه این رو ما کور نیستیم میبینیم. برادر عزیز بیا همین دقیقاً بعد نگیم دیگه. خوب گوش کنید برادر عزیز. برادر سید اسحاق تشکر به هر دویتان. حالا سخن به محمد اقبال صدرالدین بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید برادر محمد. السلام علیکم آقای محمد اقبال صوتی خوبه؟ حالا سخن به محمد اقبال صدرالدین بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید برادر. صدای من هست برای السلام علیکم آقای محمد اقبال صوتی خوبه؟ کسایی که یوتیوبشون فعال است توی بفرمایید برادر عزیز. خوب صدای من هست برای صدایتون هست. صوتی خوبه؟ کسایی که برادر صدای یوتیوب صدای من هست. صدای شما خوب محمد اقبال. خوب برای که من صدام من دوباره میشنوم چخیلی هست نفهمیدیسم. یه بار دیگه خارج شد. خیلی شده ایستاده است که میکروفون خودتان محمد ابوبای داملو مشکلات پیش آمده است. من خارج میشم. میکروفون خودت کلوب 24 بفرمایید. سلام علیکم آقای شاپان. سلام آقای برادر داوود. خوبه سلامتی خوبه؟ استعفا رحمان شریفویچ استعفا. اون گپتون رو گفتم به مردم رسوندم. قانون همین اولاد همین چیز اگه پول تجاوز کرده همین اولاد پرزیدنت کرده یگون چی نیست همین قانون اخچون تجاوز کرده این قانون برای کم بغلمون کرده ولی قانون از اگه قانون نیست در تاجیکستان. همون رو چی استعفا تابته برای برادر محمد اقبال ما شما را انتظار میشویم. سوینه بله از سری نو وارد شوید. بار اول بفرمایید. بار اول. سلام علیکم برادر شاکر جان. علیکم السلام و رحمت الله. به همه شما سلام خود رو میرسونم و بعدا با برادر محمد اقبال صدرالدین. چی گفتنی بودم؟ درباره موضوع داریم اگر موضوع درباره چی بود؟ قانونهای وطن؟ بله سرقانون تاجیکستان. در تاجیکستان هم به همه معلوم است که یک قانون است نه دیگه چی نیست در کدام اونجا. قانون در اثری مردمی کمبغل است. خوی نخوی میتراشن قانون در طور سرت میبیونن. قانون برای کمبغل است برای وای نیست. منصب داره. مختصری گفت همین درست. محمد اقبال بفرمایید. خب انشالله امیدوارم صدام خوب است. صدام هست بله. صدای گسوله محمد اقبال خوب است. تحقیر نکن دوست. خیلی وقتی که ما داخل شدیم دیگه اینو وقتی که همین جین اعوذ بالله یا بسم الله را میشنود خیلی کسان اینا همی که دیدن منو اینا امردینش گریخت دید برای که فهمید که تمام استوریا بالزنیش را گفتیم الحمدلله 3 ماه دیگه یگام برنامه نمیداره برای چی برای که همه استوریا بالزنیش را گفتیم دادیم که کیای
خوب بله، ما از این سنگزنی های اینو هرگز خسته نمیشیم و خسته هم نیستیم. و مبارک شود برادر شوکت به تهمت هایی که به شما هم شروع کردن گفتن. و البته این طبیعت این راه هست که حتما یک سخن های باید بگن و فکر میکنن که مردم به این توطئه و به این شیطنت اینها باور میکنند و گویا که اکنون دیگه تمام وقتی که یک اتهام کردیم از مبارزه دست میکشد و گویا شر میکند. نه، ما شر نمیکنیم. هر چیزی که بر علیه ما میگن و گفتن و گفته ایستادن، الحمدلله اینها بر علیه خودشون تا امروز تمام شده است و هیچ وقت اینها به هدف و به آن چیزی که یعنی تا امروز کردن و کرده ایستادن موفق نشدن و موفق هم نمیشوند، چون که حقیقت همه وقت یعنی پیروز است. خب در مورد موضوع برنامه که امروز گذاشتید، بله، قانونی تجاوز یا که سرقانونی تجاوز شده واقعا هم حقیرترین و ناچیزترین، البته در برنامه که بخشیده به این موضوع دقیقا روز 6 نوامبر تقدیم نمودیم، با الفاظ و واژه هایی که واقعا هم نباید سرقانون یک کشور یا قانون اساسی آن را با چنین الفاظ من بیان میکردم، ولی الله شاهد است که آن الفاظ و آن القابی که به این قانون و سرقانون گذاشتم، به خدا دلم ریش می شود که سرقانون یک کشور با این اندازه تحقیر و با این اندازه در یک حالت خیلی بد و وخیم قرار دارد که یعنی تنها و تنها برای حمایت یک دیکتاتور، تنها و تنها برای یعنی چاپلوسی و برای اینکه آنهایی که چاپلوسانی که این قانون را برای زیر پای رحمانوف آماده کردند، برای عائله او آماده کردند، برای اینکه او را مادام العمر در کرسی قرار بدهند، تمام رسانه های خارجی، تمامی وسایل اخبار عامه چی داخلی و چی خارجی در این مورد سخن گفتند، اما هیچ نفر از اون چاپلوسان نمیبینند و نمیشنوند، گویا که یگون چیز ندیدن نشنویدن. و البته یک چیز دیگر را هیچ کس ذکر نکرد. من همجا کار داشتم و تماشا داشتم برنامه شوکت جان، دیدید که 2 روز پیش بعد که میرزیویف وقتی قانون به قسم خوردنش هم به قرآن و هم به سرقانون قسم خورد و اونجا یک گپ عجیب گفت. دیادی کی است؟ کدومی از شما دیاد دارید؟ تماشا کرده باشید. گشت گفت که باید سرقانون عوض شود، بعضی چیزاش باید تغییرات وارد شود. یعنی شروع کردن از اولین روزی که به اینگراسیا یعنی که سوگند یاد میکند باید به تغییر سرقانون دست زدن شروع کردن. یعنی این اولو بسته نگاه کنید، مدت 1 سال یا 6 ماه یا 8 ماه یا از این کمتر و بیشتر در مورد قانون اساسی خب کار میکنن و در اونجا یک ماده وارد میکنن که خب پرزیدنت آینده میتوند که مثلا یگون وظیفه دیگه یا با مانند روسیه سروزیر میشود یا پرزیدنت میموند بعد دوباره میآید یا یگون شکل گونه دیگری میخواهند که بسازند. دیکتاتوران این عادتشون است که بس یعنی که همون دیکتاتوریت و همون به قانونیت میخواهند که توسط قانون جامه پوش کنند. زکان یا که قانون میگه برای اون نکردند که او را اطاعت شود، قانون را برای اون کردند که مجنی و عبایتی، یعنی زکان و قانون به شکل درست میکنند که باید که از اون به شکل و به گونه یعنی گذرند بروند و اون کاری که یعنی که دیلی ایشان میخواهد همون کار انجام بدهند. به همون خاطر سرقانون تاجیکستان خیلی سرقانون خوب است. سرقانون تاجیکستان با سرقانون دولت فرانسه تقریبا میتونیم بگیم که یعنی 70% بیشترش ماننده. یعنی سرقانون کشوری ما با سرقانون دولت فرانسه تقریبا یک است. اکنون ببینید دولت فرانسه را چگونه قانونمندی، چگونه یک دولتی که واقعا هم جامعه شهروندی و جامعه مدنی با یک حالت خیلی خوب است. با خدا قسم یک قانون میبروید برای مسئله بنزین سلرکر نرخش بالا برده شود، میبینی هزارها آدم در خیابانها ریختند و این دوباره دولت همون مسئله را در پارلمان میبینه و در تغییرات میداره. با همون خاطر سرقانون رحمانوف به یک حالت پسترین آورد قرار داد که این حالت تنها و تنها پس از رفتن رحمانوف باید تغییر بخورد. و یک پیشنهاد دارم شوکت جان و تمام مردمی که در این جمعه را تماشا دارن و اگر زنده باشیم که فبها و نعمه، اگر
یعنی که وقتمون رسیده باشد رفتیم. پس این هرگز فراموش نباید کنند که دولت جدیدی که میآید یکمین کاری که باید بکند آزادی میتینگ باید اجازت بدهد. باید در مدت چند ساله که حکومت جدید سر کار میآید باید که مردم اجازت بدهند که درد و شکایت هاشون ببرن گپ زنند. شوکت محمد یک وظیفه دار شد ولی یک کار انجام داد، باید بر علیه شوکت میتینگ کنند. محمد اقبال یک کار کرد، باید که بر علیه محمد اقبال بخیزن مردم بگن که این کارش غلط بود و این کار انجام داده است، کاری غلط کرده است. انا همین چیز برای مردم تاجیک باید ما با درس بگذاریم به ارمغان پس از آمدن همون حکومت جدیدی که سر کار می آید و خداوند اگر موفق بکند و دولت جدید ساخته شود، حتما باید که اولین کاری که شروع میکنه حکومت جدید برای آینده این نسل، برای آینده این ملت، اون باید اجازت دادن تظاهرات و میتینگ در هر یک عملکردی که مردم یا اینکه دولت انجام میده در مقابل مردم و هر قانون شکنی یا اینکه از قانون بیرون رفتن حاکمانی که بعد از رحمان و فصل قدرت میان. و مثال نمونه زنده شم شوکت کدام دولت است؟ گروزیا. اگر چنده که ساکاشویلی آمد و کارهای در گروزیا انجام داد، ولی پس از رفتنش هم همون کاری که در گروزیا انجام داد و همون ضد کروپسیا کارهایی که انجام داد و همون چیزهایی که در دولت گرجستان با پس از یعنی که از خودش به میراث گذاشت تا به حال همون تندنسیا و همون یعنی که راهبردهایی که اون گذاشته بود ادامه دارد. این دلالت از آن میکند یک انسان میتواند یک کار انجام دهد. بله گروزیه یکی از فساد زده ترین کشورهای، بله یکی از فساد زده ترین دولت ها که حتی میگفتن یعنی که با دولت های امریکای لاتینی و با دولت هایی که یعنی که قانون تماما در مسئله کروپسیا یعنی که در بالاترین حد در کشورهای پس شوروی قرار داشت و حتی با کشورهایی که فعلا تاجیکستان با اونها در رده‌بندی نزدیک است و از اونها پستر است قرار داشت گرجستان، ولی فعلا در یکی از دولت‌های رده‌بندی بالا قرار دارد. این از همان عملکرد همون ساکاشویلی است، در حالی که فعلا در زندان قرار دارد. برای چی؟ برای وطنش دوباره برگشت رفت و این است که این یعنی که بزرگان هر ملت میخوان برای وطن خودشان کار انجام دهند، ولی اون کاری که از خودش به میراث گذاشت تا وقتی که اون دولت وجود دارد یعنی ادامه پیدا میکنه. اون یعنی که تجدید و اون کارهایی که در زمان حاکمیتش انجام داده بود و اولین کاری که حکومت جدید باید انجام بدهد، باز بار دیگر میگم ما زنده مردیم، باید که همین مسئله را سرمشق اولی کاری خودش حکومت جدید انجام بدهد که برای مردم اجازت بدهد که اعتراضاشون انجام بدهد، تا اینکه اگر حکومتی که سر کار میآید پس از رحمانوف با هر شکل گونه هم از کار رفت یا اینکه باز هم سقوط کرد، حکومت دیگر هم بیاید مردم دیگر آزادانه انجام بدهند و چنانه که در دولت قرقیزستان همسایه ما این کار انجام می شود. خوب دیگر بار از بین بردن اکایف باز کاری کردن که بقیف رفت، باز کاری شد که خوب کی رفت، خوب اتنبایف آمد سراکش تمام شد 7 ساله رفت و پس از اون این جینبک آمد، اینم با توسط تظاهرات از بین رفت. ولی وقتی که مردم اگر اعتراض یاد بگیرد و بداند که توسط اعتراض حق تلاشانه میتونیم که هر ظالم جابر، هر شخصی که به سر قانون دست دراز میکنه و برای آینده خودش میخواهد که جای خوب و جای مناسبتر کامفورت انجام بدهد، پس مردم آماده هستند به از بین بردن چنین دیکتاتوری و چنین شخصی که میخواد دیکتاتوری را در کشور به میراث بگذارد. سرقانون کشور باید که مسئله همین تظاهرات ها و اعتراضات مردمی را حتما در خودش درج کنه و حتی بدون اجازت باید که این کار انجام بدهد. اگر اجازت هم خواسته باشند توسط الکترونی پشت باید به حکومت همون ناحیه، به حکومت همون شهر، به حکومت ولایت باید ارسال کرده شود. ساعت فلانی ما اعتراض خودمون در نزد بینای حکومت، در نزد بینای فلان انجام میتیم تا صدای ما به گوش حکومت برسد. یعنی پس از پارلمان آزاد این است مهم. اجازه در کشور دموکراتی همین قدر است. یعنی تو آگاه میکنی که تظاهرات برپا میکنی یا تو آگاه میکنی که یکون میتینگ برپا میکنی، این نیست که کدام حکومت میخواهد که برای تو ضدش گپ زنی و گوش کرده شینه.
اجازه نمیتید. در کشور دموکراتی اجازت که لازم نیست برای میتینگ کردن. کدام حکومت بخواد جدی خودش مردم برایت میتینگ کنه؟ همین قدر است که تو میگویی که من فلان 1000 نفر میبرایم اعتراض میکنم بر ضد تو. یعنی که افرادی که اون میتینگ به عهده میگیرن مثلا میگه که من با شوکت جان میتینگ تشکیل میکنیم، مسئولیتی میتینگ به عهده ما 2 نفر یا 5 نفر، پاسپورتمون روان میکنیم، ما شهروندای تاجیکستان میخوایم بر علیه یک حاکم ولایت سوخت میتینگ تشکیل کنیم تو این جنایت ها را انجام داده است. حکومت ولایت سوخت باید 5 پاسپورت ما را بگیرد که در دولت فرانسه 5 نفر است تشکیل کننده شهروند باشند و 5 نفر میتونند که 200 نفر 500 نفر 1000 نفر ساعت میتینگ معین میکنه. نمایندهای مقامات انتظامی پلیس و هر شخصی که است گردی اون چیز میگیرن احاطه میکنن که یگان کار غلطی نشود و در اونجا اعتراض ها بیان کرده میشود. یعنی این از شکل درستی برای ماندن تظاهرات ها بر علیه هر قانون شکنی که در حکومت انجام میگیرد و انسان یعنی که هر یک شخص خودش به فکر کنه چون شوکت جان میگه در خونت بیای بدروی یک کار انجام بدی فرزندت همسرت دخترت پسرت بخیزن برای تو بگن که نه ما نمیخوایم همین کاری که شما انجام میتید پدر. برای انسان خیلی سخت است که بر علیه یعنی که پدر خانواده بخیزن خانواده میتین کنه، ولی اونها وقتی که جانشون به لب رسید یا که تو یک عملکرد بد انجام دادی که اون برای آینده اون خانواده بد است، پس اونها وقتی اعتراض میکنن تو باید ناگزیر قبول کنی اون اعتراضی اونها را. یعنی این دولت از این میکند که باید که دولت ما آینده دولت جدیدی که سر کار میآید حتما در مسئله همین قانونی تظاهرات و میتینگ کار انجام بده تا اینکه پس از سقوط این حکومت که حکومت آینده هم ابدی نباید باشد و هیچ حکومت ابدی نیست، ولی باید همین میراثی نیکی را از خودش بجا بگذارد. در تنظیم قانون سرقانون کشور در مورد پارلمان کشور باید افرادی یعنی که درست بیایند و این چنین رئیسان ولایت ها و نواحی باید که انتخابی باشند، چنانه که سودها آزاد باشند و این چیزها خودش دلالت از یک دولت قانونمند و یک دولت زیری سلطه قانون عمل کننده یعنی که باید عمل کنند. به هیچ فرد والا مقام و نزدیکانش تماما یگان اولویت داده نشود به مانندی که رحمانوف اویله خودش به سرقانون کشور پیچانده است و تغشیه کرده است و یک نمود کار انجام داده است که هر کاری که پیشوای ملت با اویلش انجام میتید پس اون چی است آزاد است و قانون اون حمایت میکند، نیپریکسنوی نیست یا دخل ناپذیر هستند. چون این چیزهایی را باید از همه افراد برداشته شوند. چند دولت هست که حتی دپوتات نیپریکسنوی نیست نداره، نماینده مردم که در اکثر دولت ها نیپریکسنوی نیست یا دخل ناپذیر است. حتی در بعضی کشورهای هست که دپوتات یا نماینده مردم که چند هزار آدم اون همچون نماینده انتخاب میکند دخل ناپذیر نیست. با اولین عملی که یعنی که انجام میده جنایت حتما او گرفته می شود و بازخواست کرده می شود، مندت دپوتاتش از او گرفته می شود. یعنی اینا چیزایی هستند که قانون برای دپوتات، برای وزیر، برای سروزیر، برای پرزیدنت، برای نزدیکی یعنی که خانواده حاکم کشور یک است. چون که رسول اکرم میگه والله فاطمه بنت محمد اگر دزدی کنه لقطعت یدها، من دستی اون میبرم. یعنی این دلالت از ولایت قانون میکند که قانون وقتی گذاشته شد اگر چند قانونی وضعی است، اگر چند قانونی است که برای این که تمام مردم و جامعه مطیع اون باشن، پس باید تمام شاه و گدا حاکم و محکوم باید که با اون قانون چیکار کند، یعنی اطاعت کند. انشاءالله امیدوارم که در آینده چنین حکومت این ملت میسازد و اگر که ما باشیم انشاءالله کوشش میکنیم که در این مسئله کارهای را انجام بدیم تا اینکه چنین قانون و چنین عملکردهای در حکومت آینده صورت بگیرد و این چنین اگر که نباشیم خوب مردم باید که این گفته های ما را مد نظر بگیرن و در حکومت آینده که در تاجیکستان انشاءالله یعنی بخواستی الله اگر تشکیل کرده شود باید که چنین چیزی باشد تا اینکه تمام مردم در نزد اون قانون برابر باشند و هیچ فرقیت بین کسی نباشد در اون. خوب برادر شوکت جان همین قدر بود اون چیزی که میخواستم در برنامه‌تون بگم. امیدوارم که بیننده‌های گرامی در گذاشتن لایک ها یعنی کوتاهی نکنید، برادر شوکت جان کمک کنید و انشاءالله که باید که هر یک کدام ما و شما یعنی عمل به خیر و کارهایی که در اونها خیر و خوبی است یعنی عمل میکنیم. گذاشتن لایک ها، پادپیست کردن، نشر کردن برنامه، این از عملهایی
نیکی است که یک انسانی که میخواهد تغییرات در کشورش باشد برای این است. شوکت از این پادیلیست شما هیچ فایده ای نمیکند، از لایکای شما یگان منفعتی ندارد، تنها 3 ساعت 4 ساعت وقت خودش که مصرف دارد در اینجا. اون گپ و سخن این برنامه با تمام مردم میرسد که اون سبب بیداری ملت میشود. هر روزها هزارها نفر به ما زنگ میزنید که چیکار کنیم، ما جان بلب آمده است، فلان جنایت شده است. پس وقتی بخواهید جنایت ها و جنایتکاران پشت پنجره و میله های زندان باشند، پس مردم را باید بیدار کرد. بیداری ملت و عمل کردی هر یک فردی آگاهی ملت با انتشار و یعنی که نشر کردن، پدپسته کردن، جانبداری کردن، انا همین است که مردم بیدار می شود. از تو نه پول می رود، از تو نه یگان مصرف و خرجی است، تنها عمل انجام میدید که اون توسط کار شما چند نفر دیگر میتواند که یعنی پیوست شود. والله قسم چند روز پیش نفران زنگ میزنن که میگه 3 روز شد برنامه شما رو تماشا داریم در همین یوتیوب کلام که ما چند سال از برنامه داریم، 3 روزش ما برنامه شما رو تماشا داریم. تمام عائلم این مسئله را نو دیدیم. خدا خیر بده یک برادر که در ایمو برای من همین برنامه شما را روان کرد و ما متوجه شدیم. هم وقت از کار می اومدیم یگون کینو تماشا میکنیم، یگون اخبار و با همین خوب میکردیم، در فکر دیگر چیز نبودیم. یعنی ببینید که یک پدیده شما چه قدر سبب گشت که افراد دیگر این ملت آگاه میشوند از این ظلم و از این ستم رژیم خودکامه و ظالم و قاتل و تجاوزگر رحمانوف و عائله به صاحب و به شمار او. امیدوارم که انشاءالله برادران و بینندگان گرامی فهمیدن پیام های ما را. برادر شوکت الله حفظتون کنه و خداوند موفقتون بگردونه. امیدوارم برادر محمد رجب هم پیوسته دیگر اشتراک میکنند. خدا یک مجری خوبی هم انشاءالله که میشوند و در برابر این نیت داریم که برنامه‌های روز یکشنبه رو محمد رجب گرفته برند. بهترین میشود انشاءالله که برادر محمد رجب باید که فعال باشند و خیلی جوان فعال و آگاه و فهمیده هستند. خداوند موفق بگرداند برادر محمد رجب. انشاءالله دعای خیر میکنیم در حقشون که الکی محمد رجب دیدید دورو گرفتید. انشاءالله امیدواریم که حتما یعنی که یک تهمت هم گرفتیم شوکت جان. این نوبت به نوبت اومدن میگیرد، فقط با تو نوبتی ما تمام شد دیگه. ما گفتی بچه‌ها وترن شدگیم دیگه محمد رجب. باید که شما پیش برید دیگه. بسیار خوب. ان شاء الله عزیز در مهمانی با بودن محمد اقبال صدرالدین، برادر عزیز گرامی با سعید اسحاق و هم انشالله که نیت داریم بعضی از برنامه‌های شبکه پیام را با برادر عزیز گرامیمون محمد رجب فراهمی گرفته بریم و در اینجا به ما کمک کرده باشند. و برادران عزیز، ما به نهایت برنامه امروزه رسیدیم. هر آغازی را انجام است و برنامه امروزه ما نیز در نهایت خود است و امیدواریم که در آینده ملت سرقانون را از تجاوز شدن نجات می‌دهد و امید داریم که سرقانون کشور تنها به خاطر بقای یک عائله و یک اولاد در سر قدرت نیو برای بقای ملت خدمت میکند، برای پیشرفت ملت خدمت میکند، برای سربلندی ملت خدمت میکند. ما امید داریم که انشالله ملت به این روز میرسد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. حالا محمد رجب یگان چیز گفتنی باشید بفرمایید. زنده باشید برادر شوکت جان. واقعا نکته های خوب، نکته های جالب. حتما یک روز این ملت انشاءالله بیدار می شود. ببینید اگر رفتو ما با این نام ها یا که با این چهره ها پیروز نشدیم، حتما ملت پیروز می شود انشاءالله. فرزندان ما، نبیرگان ما بارها گفتیم و بازم تکرار میکنیم که مشکل شخصی با امام علی رحمانوف همچون پدر یا که امام علی رحمان همچون بابا نداریم. ما مشکل شخصی ما با یک رژیمی که تمام قشر جامعه تاجیکستان رو یک غلام حلقه برگوش ساختن. ما با همین مشکل داریم و میخواهیم که همین سیستم شخصیت پرست، همین سیستمی که مردم غلام حلقه برگوش کند، همین چیزا یعنی
باید ما مردم بفهمونیم که همین از رئیس محله ها تا رئیس دولت تاجیکستان چی در حاضرات چی در آینده در خدمت شما هست. حق و حقوق شما رو رعایت کردنش در کاری کنین که نه یک شهروند تاجیکستان چی او مسلمان باشد چی یهودی باشد چی مسیحی باشد پیروی هر حزب و حرکتی باشد به هر زبانی که صحبت کند خودش را تحقیر شده نیابد، یعنی شرم نکند که در این وطن زندگی کند. سلامت باشید به آنهایی که در این ساعت ها در این پخش مستقیم ما را گوش کردند و حتی آنهایی که ما را تنقید کردند هم اظهاری تشکر میکنیم. سلامت باشید شوکت جان و دیگر برادران دوستان عزیز. خیلی خوب برنامه های دیگر. سلامت باشید.